به نام خداوندی به اندازه مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز و بینندگان محترم، اینک بعد از یک توقف خیلی هم طولانی قسمت 11 برنامه غربت را پیشکش شما می سازیم. اولا من میخوام درباره به خاطر چی اینقدر وقت زیاد ما در مسئله این برنامه توقف کردیم کوتاه و مختصرا یک معلومات بتم، بعدا انشاءالله که میگذاریم سری موضوع. ببینین عزیزان، ما با همراهی سابق رهبر حرکت سیاسی گروه 24 برادر سهراب ظفر در یک جایگی مصلحت کرده این برنامه را برای مردم عزیز تاجیکستان، علل خصوص همون نفرهایی که در مهاجرت مهنتی در روسیه هستند و یا اینکه به روسیه میروند و برمیگردند، خواستیم که این برنامه را آماده بسازیم تا اینکه از مشکلات هایی که بالای این مردم زحمتکش آمدنی هست یا اینکه موجود است ما مردم آشنا بسازیم با اون مشکلات ها و به مردم بگیم که باید در کوتاه‌ترین فرصت روسیه رو ترک بکنن تا اینکه دوچاری همون مشکلات ها نشوند، یا به وطن بر بگردن یا اینکه به دیگر دولت هایی که در دنیا موجود است. اما متاسفانه بعضا نفرهایی بود که ما را در این راه بگیم که نخواستن که در یک برنامه جدید ببینن و برای ما مشکلات های ایجاد کردن. خیلی هم مثلا نامردی ها از جانب بعضا کسا به نام مخالف صورت گرفت، ولی وقت انشاءالله که همه را جا به جا میکنه و روز ساعتش میآید که ما در این باره بازم آشکارتر صحبت میکنیم و به مردم عزیز تاجیکستان میرسونیم که چی کس ها به دستور چی کس ها نمیخواستن که این برنامه در روی صحنه باشه. خب فکر میکنم همین کفایه است و انشاءالله که روز ساعتش که آمد شما دقیقاً خواهید فهمید که گپ در کجا است. اینک میگذاریم سری موضوع برنامه. موضوع هم این است که مشکلات اساسی، یعنی دقیق ترش این است که روسیه یک دیگی هست که در او مشکلات تمام مردم تاجیکستان می جوشد. اینجا ما برای شما یک عکس نشان میتیم. اصلا عکس اساسی یعنی برنامه هم همون مشکلات مردم تاجیک در داخل انمی روسیه می جوشند و اگر ما واقعا میخواهیم که از مشکلات ها رهایی بیابیم، به یک زندگی ارزنده مشرف بشیم، ما باید همین روسیه را ترک بکنیم. ما دیگر نان خودمان در در خانه روس ها نجوییم. ما باید وقتی آن رسیده است که از دامان حکومت بگیریم و جای کار طلب بکنیم. در عصر 21 اینقدر دنیا پیشرفت کردگی است، هیچ بهانه‌ای نیست که مثلا
یک حکومتی که 30 سال است، زیاده از 30 سال است که تمامی شاخه های حاکمیتی در دستش است، نتوانه که برای مردم در یک دولت کوچک، در یک دولتی که خود امیر رحمانوف رئیس جمهوری غیر قانونی تاجیکستان میگه که یک تاجیکستان یک دولتی مثلا غنی است. در یک دولت غنی در عصر 21 غیر امکان است که با این قدر شانس هایی که این حکومت در دست داشت، یعنی 30 سال و زیاده از 30 سال است که در سر قدرت است، غیر امکان است که برای یک ملتی که خیلی هم نفوذش کم است جایهای کاری آماده بسازند. و تا امروز بی‌پروا هستند. به خاطر چی؟ به خاطر آن که ما و شما تمام مشکلات ها را به دوش خود میگیریم و میریم در روسیه در پسترین حالت کار میکنیم و آماده هستیم که همونجا بمانیم، چیزی نگیم به حکومت رحمانوف. این است عزیزان که ما و شما دچار مشکلی های پی در پی در روسیه میشیم، به حرمتی از جانب تمام مردم روسیه، همچنین از جانب حکومت روسیه، تحقیر و استهزاهایی که بالای مردم مهاجر مهنتی تاجیک صورت میگیرد و غیره. اما اگر در صورتی که هیچ امکانیت نیست، فرض کردیم شما فکر میکنید که هیچ امکانیتی دیگر نیست، باید که حتما به خارجه سفر بکنین و در خارجه شما شاید جای کار پیدا بکنین، پس بدانید که در دنیا همچون دولت تنها روسیه نیست. دنیا زیاده از هزارها دولت هایی هست که ما و شما میتونیم در اونجا کار بکنیم، نان خودمون پیدا بکنیم، رزق و روزیمون پیدا بکنیم. ولی متاسفانه شما نمیدونم چرا تا امروز در این فکرها نیستین، چرا فکر نمیکنین که باید جای دیگر سفر بکنین، در حالی که امروزها در روسیه بسیار حالت مردم تاجیک در یک شرایط ناگوار قرار دارد. ما در شروع این برنامه در نوارهای اولی برنامه به شما میگفتیم که مردم شما بسیار در یک حالت خطرناک قرار دارین و شما را از اینجا میگیرن به جنگ اوکراین میکشونن. و غیر از این مردم روس بسیار هم یک مردمی نجات پرست هستند، ملتگرا هستند. علاوه بر این در هر یک دولتی که وقتی جنگ میشود فرقی نمیکنه که او جنگ در داخل همون دولت میره یا که خودی همون دولت به یک دولت دیگر جنگ میکنه، در نتیجه مردم هر دو همون کشور مردم عصبانی میشوند. خب امروزها ما و شما شاهد آن میشیم که مردم روسیه بسیار یک در حالت غضبانی قرار دارند و حکومت روسیه برای اون که او مردم آرام بسازه باید فکرهای مردم به هر سو پریشان بکنه، باید برای اون مردم یک بعضا گذشت ها بکنه. از همین حساب برای اون که او مردم آرام بشوند قیام نکنن،
حکومت روسیه همون کسایی را که مردم روسیه بد میدیدن، یعنی مهاجرای مهنتی را، فشار مثلا مشکلات ها بالاشون میاره. این به خاطر اون است که حداقل یک چیزی را که هم مردم میخواهند یا اینکه قلبشون تسکین پیدا میکنه، همون چیز با اون مردم بتین. و در اینجا مشکلی بالای مردم تاجیک میآید. ما این چیزا را از اولی برنامه به شما میگفتیم و از شما خواهش میکردیم، تقاضا میکردیم که روسیه رو ترک بکنیم. اما متاسفانه تا امروز شما در روسیه هستین. متاسفانه تا امروز شما فکر میکنین که فردا بهتر میشود، ولی متاسفانه باز هم فردا بدتر میشود. و این است که ما امروز برای خود ضرور دانستیم که این برنامه باید ادامه پیدا بکنه، باید در همیشه به آخر نرسه. اگرچند که مشکلات ها شخصا در خانواده ما از جانب حکومت میشه یا اینکه در میدان سیاست بعضا نامردی ها و چیزایی که میشه، با وجود همین ما ضرور دانستیم این برنامه ادامه پیدا بکنه، دوام داشتگی باشه، تا اینکه به گوش هر یک مردم تاجیکستان که در روسیه به سر میبرن یا اینکه حتی فکر روسیه رفتن میکنن برسانیم. ما برای مردم میخواهیم نشان بدیم که واقعا در روسیه مشکلی است، نرین به روسیه. اگر شما در این دوام 30 ساله که به روسیه سفر میکنین در تاجیکستان، حتی اگر با وجود آن که امیر رحمانوف این همیخیل جناب عالی میگفتین دو دست پیشی بر میگرفتین، از او جای کار خواهش میکردین، طلب نه خواهش میکردین، ولی این حکومت با یک خلاصه می اومد که الکی به همین مردم باید جای کار تامین بکنیم. شما میپرتوین این وطن میرین، کی آبادش میکنه؟ شما طلب نکنین، فکر کردین نمی 4 گوسپند در سر قدرت شدن یا برای شما دولت آباد میکنن، وطن آباد میکنن. وقتی که ما از آبادی گپ میزنیم، آبادی اون نیست که شما در کوچه های دوشنبه میبینین. آبادی این است که شرایطی مردم آباد باشه، سفره هر یک خاندان در تاجیکستان آباد باشه. یک نفر برای آن که قوتی لایموت پیدا بکنه نباید که از وطنش، از بر عزیزاش بخیزه به خارجه بروه، حتی برای یک هفته، حتی برای یک هفته. حالی کجا برسه به او حالتهایی که بعضی ها میروند 7 سال در روسیه هستند. کمترین حالتش 5-6 ماه دوام میکنه سفری هر یک کدام شما. و ما و شما در نتیجه میبینیم که چی رسوایی ها بالای این ملت آمد. یک زمانی بود که اگرچه کودک بودیم ما به یاد داریم، خوب به یاد داریم که زنهای تاجیک، دخترهای تاجیک بسیار یک خانمهای با شرم و با حیا بودند. اما متاسفانه امروز کار تا جایی رسیده است که در تاجیکستان اکثریت بی شرم و بی حیا شدند. برای چی؟ برای که آن دخترک هایی که اکثریت شما در نکاح خود می‌دارین، 1 ماه 2 ماه همراه و زندگی میکنین و میپرتوین میرین به روسیه و هم نفس دارن، انسان هستن، مثل شما هستن.
10 تاش خچ مثلا کنترل کرده میتونه، از 10 تا 1 تاش کنترل کرده نمیتونه. از همین حساب میشه آیله ها ویران. وقتی که او از آیلش جدا کشید، باز تقسیم میکنیم. از 10 نفر همین خیلی زن، 1 نفرش فاحشه میشه و میره. وقتی که فاحشه در جامعه زیاد کشید، به حیاگی و به شرمی زیاد میشه. یعنی شما نه تنها فکرهاتون بالای همه چیز تمرکز بکنین که در تاجیکستان جای کار نیست، یا اینکه مثلا ما برای آن شما را دعوت داریم که مشکلات در روسیه بالای شما میآید. مشکلات عمومی است. از تمام جهت شما باید مشکلات ها را به نظر بگیرین. هر یک کدام شما شاید که در خاطرتون هست که زمانی بود که تاجیکستان اگر چنده که شرایطی مثلا خوب اقتصادی نبود، ولی شرایطی مثلا خوبی زندگی یکدیگر فهمی بود، با حیاگی بود. نفر از خونش میبرامد میرفت، مطمئن بود که از طرف میگرده میاد زن و زندگیش سالم پیدا میکنه. به همه این چیزا کی گناهگار است؟ البته برادرای عزیز، البته شما گناهگارین. چون که یک بار در همین زندگی شما برای یک بی‌عدالتی سر بالا کردین و دعوا کردین، دعوا نکردین. کی گناهگار است؟ شما گناهگار هستین. چون که شما خاموشین، شما میگذارین که همین چیزا بشون. اگر شما نمیگذاشتین، چیزا کنترل میشید از جانب دولت. اگر شما دعوا میکردین، طوری که پیشتر ذکر کردیم، حداقل دعوانی اگر شما خواهش میکردین از این حکومت، بالاخره حکومت احساس میکرد که اگر ما به این مردم رو نگردونیم، اگر طلبات های این مردم مثلا قانع نکنیم، پس شاید که روزی میشه یا به غضب بالای ما رفتار میکنن. از این حساب شرایط زندگی در شما خوبتر میشید، برای شما جایهای کاری آماده میشید. شما در نزد زن و فرزند خودتون کار میکردین، مثلا زندگی میکنین. شما دخترکاتون رو تربیه میکردین که بی حیا نباشن. دخترکاتون رو تربیه میکردین که بی حیاگی را به دیگر ملت ها به طریق سایت های اینترنتی نشان ندهند. امروز متاسفانه یک ملتی که اینقدر ملتی با فرهنگ، با تمدن، اینقدر ملتی پاک دامن بود، خانم هاش در جای یکم مثل در بشرمی و بی‌حیاگی. یک بار بدروین در اینترنت ها نگاه بکنین، از این مردمی فارس زبان ما متاسفانه در احمقی یکم جا را گرفته استیم. برای چی؟ برای که پدرها، برای آن که برادرها هم خیلی پرت افتیم، گفتی افغانا که ول کردیم خانواده را و خستیم رفتیم به در روس به خاطر یک لقمه نان، به گدایی، به بیچارگی. ما آبرو و عزت به بیچارگی و به ذلت فروختیم. این است که
این ملت به این حالتهای ننگین و شرم‌آور آمده رسید. یک چند نواری را در اینجا میگذاریم از اون حادثه هایی که بالای مردم تاجیکستان در روسیه صورت میگیره. خدای مثلا ما را همی جوی هم خیلی تنگ جوی خنده آزاد کنم نه همیشه در کور خدیسیم اویله که دیگه نیستیم پاسپورت همون گرفتگی دکمنت همون گرفتگی مثل رو شیدی مثلا ما همیشه چوی خولی خودیسیم. خب شاید کسی بگه که همین خیلی بالاش در یک آواز دیگر ضبط شدگی است. هستن که خیلی ناجوان مردای در ملتی ما که فقط میدونن که مشکلی هست، میدونن که واقعا ملت در ضلالت قرار داره، با وجود اون کوشش میکنن که یک بهانه پیدا بکنن تا اینکه به زبان همون روسی چون اتمسکه بکنن. با وجود همون شما همین مکان زیستی همیار را نگاه کنید. این مهاجر تاجیک میگوید او و شریکانش که 10 نفرند در گوشه یک جنگل دوردستی در شهر مگدن روسیه در یک فرم گاو پروری همچون غلام کار فرموده میشوند. در جنگل مخمر اکم برونیتم از شهر دوره اینجا فرمای نمی آوردن فرموندن آنجا فقط شبونه کار میکنیم. این ایستاتی هفت دیگه تویگ میشه زمین خریدم می‌نارم می‌کنیم. سوی بیمو یک بلاروس در مگدن سرگی واسیلیچ کاماروف گفتانی یادم را خیلی سودا می‌بودم. این ما اینجا کار کردیم نه سوم تموم سومش میگن جنگ میکنه. صاحب فرما طور مهاجران میگویند روز اول شناسنامه مهاجران را از آنها میگیرد و وعده میدهد که برای کار قانونی آنها حجت گذاری میکند، ولی پس از 2 ماه معلوم شده است که اکثر این مهاجران دیپورت کرده شده اند. یکی داکومنت میکنم البته شما گرفتگی کمون نمی 10 نفری توی تاجیکستان ما اومدیم 2 نفر ما گرفتیم پاتین گرفتیم سوز کردیم دیگه شب برا گروه آردن در فیلمیس این اکنه همی 12 هم دا باید ایودی دینامی جامعه بران می رفتن لیکی این قطیدگی بیچورو نمونجا کار رو فاموده هست. وقتی پالیچکی می رفتیم گفتن که شما دیپورت کردین تراک دادن که همی لده باید همی مکدن ببروین همی رستیه ببروین 12 هم نگفتن که نمی مو من ای وقت کار فرمونه سرکی نگون کتا بروارد همی نیست فیمیس گفتن که تو 12 هم اگر نبرین میتاتن 1 سال میشینیم. تلاش های ما برای تماس با صاحب فرما و نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه در مگدن بی نتیجه بود. آنها به زنگ های ما جواب ندادند. مهاجران میگویند ماه اکتبر با پیشنهاد یک همدیه اشون از ناحیه همدانی به اینجا برای کار آمده اند. یک آدم که در اینجا کار میکرد اینجا رفت این قدیش خیلی مسئولیت تگی است که امی شناسه خمان خیش تاور خودمونه این امی اومدیم او آدم این امو را مون مو بسری دیگه آدم را تگی ما اومدیم امو پیش هم نچنه بروارد امونجا فیتنتون به اصطلاح نجو خودتون به اصطلاح نگو این هم خیلی گفت یکمو گفت 20,000 میگیریم دیمو گفت 30,000 میگیریم بعد از گفت این کنه پاسپان میگیریم و خیلی کار کنیم لیکن این امو سیمالی هم 20,000 توق تگیر سایم. سبزلی میگوید بعداً به آنها شرط و شرایط دیگر را فهماندند. یک سال میگه داکومنت میکردای 2 ماه اول میگه 20,000 میتا یا شامل کاپیدا بده اخیر یک روز کار کنی اخیر رفتن دا میدودا بده اگر کار نکنی اون میگه بعد هم بالای ممبران گو ممبران میگه دا گردن از میزنن خوب کنیم گجو بریم ما نمیدونیم ارزش کو در گجو کنیم میگه این خنکی جرا میبینی به موقع خیلی کار میکنی یک جو راستی باید روز میاد اومدگیم که یا سنی کو خونه روی کنیم. این گرفتم به چرونه یکمان چی سن بزرس خونه میرم گوچی گوی موزگی دانو میتر می نایسه کلو میزنه شن میخوریم کارخدن نمیگره خویش دوریم این تاجیکستان بریم. اما به شناسنامه آنها از اینجا برآمده نمیتوانند.
و بی پول بلیط به تاجیکستان رسیده نمی توانند. والنتینا چوپیک حقوقشناس می گوید از روی قانون باید خود مقامات روسیه آدمان را از غلامی رها کنند، ولی در شرایط کنونی باید مقامات تاجیکستان غم این شهروندان خود را خورند. Это статья эксплуатация рабского труда. این ماده استثمار مهنت غلامانه و زیر نظر کمیته تفتیشاتی فدراسیون روسیه است، اما مجبور کردن این کمیته به حل مشکل بسیار دشوار است و ما این را از تجربه خود می‌دانیم. بنابراین حقیقتش این است که کسی باید به کمیته تفتیشات فشار آورد تا پرونده گشاید، ولی این هم آسان نخواهد بود، از بس که این واقعیت در یک منطقه خیلی دوردست است. بدبختانه ما در آنجا عموما هیچ کسی را نداریم. یگانه کاری که ما کرده می‌توانیم به سفارت تاجیکستان در مسکو مراجعت کنیم. آنها خوب کار میکنند و مجبور کنیم که یگان کنسول را خب به سفارت تاجیکستان میگه مراجعت بکنیم. در روسیه من خودم شخصا 9 سال حیات مگذراندگیم. من مهاجر مهنتی بودم. خب هر باری که مشکلات بالای سر مردم تاجیک میآید خودشون حلش میکنن، چون که سفارت هیچ کاری که نمیکنه و در برابر اون که هیچ کار نمیکنه سفارت، هیچ کمک نمیکنه این مردم. مشکل دیگر در این است که سفارت یا اینکه حکومت تاجیکستان دیگران را نمیگذاره کار کردن. هر کسی که کوشش کرد که به درد این ملت برسه، اون نفر یا تعقیب کردن یا زندانی کردن یا کشتن. ما و شما از حالت دیاسپوری تاجیکایی که در روسیه بودن، کرامت شریپوف خداوند رحمت مغفرت چکنه، با خبریم. کرامت شریپوف به درد مردم رسیدگی میکرد. او را گرفتن کاری کردن این حکومت تاجیکستان که روسیه بگیره از قلمرو روسیه بیرونش کنه و تاجیکستان روانش کنه و بعدا در تاجیکستان زهر داده کشتنش. در کرونا ویروس سپیستش کردن رفت. بعد از او عزت امان چقدر در همه حالت کرونا ویروس به مردم کوشش کرد که کمک بکنه. دست جمعانه به یاردم همین مردم، به یاردم خلق کاری کرد که مردم به صاحب نمونن. اون که کارا رو باید حکومت میکرد. چی کارش کردن؟ او را هم گرفتن از روسیه بیرون کردن و تاجیکستان بردن زندان کردن. هر نفری که به خاطر این مهاجرا کار کرد، گپ زد، اون نفر کاری کردن که آوازش خاموش بکنن. انا که شما تصور بکنین که آیا همه حکومت یا اینکه سفارت این حکومت در روسیه کار میکنه یا که نه. خب به آنجا فرستد، به کمیش به مگدن، تا که کمیته تفتیشات را مجبور کند که وظیفه‌اش را به جا آورد. خب یک گروه مردم تاجیک، ما این چنین حادثه ها را یکم بار نیست میشنویم. ما و شما همه ما شاهدی 10 بار و بیشتر همچنین حادثه ها هستیم که مردم تاجیک در روسیه میگیرن، به پول و به مزد استفاده میبرن، حجتاشون میگیرن، اسیرشون میکنن، سالها در خانه های روس ها مثل غلام کار میکنن. حتی در وقتهای تنجی روسیه همچنین حالت ها بالای مردم تاجیک صورت میگرفت. من به خدا نمیدونم آیا از حکومت
جای کار طلب کردن مشکل تر از این چیزها است. ما صدها بار از شما خواهش کردیم، تقاضا کردیم که ای مردم، آخه چی قدر به جان خودتان جبر میکنین؟ با سیاست کار نگیرین، اینه بگذار، همون خیلی که شما فکر میکنین همون خیلی باشه. نگین که رحمانوف استعفا. ما هستیم، ما این چیزا رو میگیم خودمون. شما خودتون برین از اون حکومت برای خودتون جای کار طلب بکنین، بگین آفرین، بهترین نفر تو، خوب کردی که هستی اینجا، فقط برای ما جای کار تامین بکن. ما بیزار شدیم از همین غریبی و مهاجرت. نمیبرن غلام تو نمیکنن آخی در خانه بگونه. بدترین کاری که بالای شما صورت میگیره، زندانی میشین، 1 سال 2 سال میبروین در وطن خودتون. حداقل نانی به پول میخورین در همون زندان. برای حقیقت گپ زدن زندانی شدن شرف است، احترام پیدا میکنین. ولی یک حکومت توانی او را نداره که تمام مردم جامعه را زندانی بکنه. برای چی؟ برای چی زندانیتون میکنه؟ وقتی شما ببروین بگین که ما از حکومت خواهش میکنیم که برای ما جای کار تامین بکنیم. وقتی که شما این کارا رو نمیکنین، میپرتوین، میخیزین به روسیه میرین. پس این وطن ما و شما کی آباد بشه؟ این خودش که عقل نداره که مثلا از پیش خودش همین کارا رو بکنه. با خدا قسم بعضن وقت ما میشینیم فکر میکنم، روز در از پیشم یک نوار برآمد، مردم شکایت از بی‌برقی میکنن. بعد عصر 21، خب در یک عصر زمان قرار داریم که ما مثلا حتی تصور کردنش خیلی مشکل است، نه که این قدر تکنولوژی پیشرفت کرده است. در همچنین یک عصر یک حکومتی که یک نفر که 30 سال از حکومت در دستش است، برای مردمش حتی قوه برق تامین کرده نمیتونه. و همین خیل یک چند نوار گذروندم از پیشون، یک نوار دیگر پیدا شد. یک بچه افریقایی در افریقا با چرخی ولاسپید میگیره، یک کاری میکنه که از اونمو برقتی های شمالی ساز میکنه. دستگاه هایی که برق میتین با واسطه شمال از همو ساز میکنه. گفتم اگر رحمانوف در این 30 ساله که سر قدرت آمد، حتی اگر به دست خودش این خیلی نه که مثلا حکومت در دست او است، امر بکنه همه چیز میشه. اگر به دست خودش همین رحمانوف رنگ همین بچه که افریقایی زحمت میکشید، ولی تمام مردم تاجیکستان را به برق تامین میکرد. واقعا من حیث یک رئیس جمهور حداقل چنین اون بچه که افریقایی زحمت کشیدگی نیست بالای مردم. اصلا زحمت نداره همین کار. کفایه است که همین را بدوشی صاحب کارا بسپاره. بگی مرحمت ساز بکن، اندازی دولت بسپار از سودای همین برقت و مردم برق تامین بشه. من مطمئن هستم که هزارها ثروتمندی هست که اگر همچنین یک دولتی دموکراتی میشید تاجیکستان، یک دولتی عادلانه میشید، هزارها ثروتمندی بود که
حداقل از همین نیروگاه‌های برقی و شمالی می‌آوردن در تاجیکستان وصل می‌کردن که حداقل با مثلا 10-15 خانه را برق تامین می‌کردن. اما نمی‌شود این کارو. برای چی نمی‌شود؟ برای اون که خانه رحمانوف برق داره، برای اون که پسر رحمانوف وظیفه داره، کار داره، از اینجا و اونجا با همو مثلا متدی که خچون دارن میکنن، میگیرن، پول دارن، شرایط دارن. جای کار برای شما در کاره. شما برای جای کارتون زحمت نکشین، امام علی رحمانوف زحمت نمیکشه. زحمت شما این است که شما طلب بکنین از این رژیم. در اون صورت این رژیم میتونه که در فکر بیایه و مثلا بگه که دیگه الکی وقتی اومده است که ما باید به این مردم و طلبات های مردم جوابگو باشیم. در غیر این صورت برکنار میشیم از این داو دستکه‌ای که داریم. من نمیدونم، با خدا قسم بعضا وقت میشینم فکر میکنم گپ خیلی زیاده. انسان میتونه که بر دوام صحبت کردم بگیره در مسئله تاجیکستان. اگر من همی با خدا قسم تا فردا صبح در این اینجا بشینم در مقابل همین دوربین از مشکلات های تاجیکستان گپ بزنم، بازم گپ تمام نمیشه. اما گپ در این است که شما چی کار میکنین؟ در تاجیکستان بیکاری هست. در تاجیکستان بی‌عدالتی هست. در تاجیکستان بی‌برقی هست. در تاجیکستان قیمتی هست. کدامی همین چیزا شما نمیدونین؟ نوار دیگر را بمونیم. Они не понимают половину по-русски. Вообще не знаю. Мария Закар, ты кем работаешь? این همی چیزا من نمیدونم شما چه خیلی قبول میکنین. من شرمندگی ایره قبول میکنم. من ایره همچون یک تحقیر به این ملت قبول دارم. Они не понимают половину по-русски. Вообще не знаю. Мария Закар, ты кем работаешь? Кем? Рисовщик? چهره این انسان ببینین. یک در حالت بیچارگی، در یک حالت ضلالت. اگر در خاطر داشته باشین مردمی پیشتر میگفتن خدا خارت بکنه، خاری به خدا قسم نمیه. شما برای چی قدر خار شدین؟ انسان اگر به شرط هر روز خچه در آینه نگاه بکنه از تمامی عادتهای رذالت روز تا روز تازه می شود. اما با یک شرط، و همون شرطی که
خچه در آینه نگاه بکنه و بگه که ما کیم؟ آیا ارزنده همه چیزا هستم؟ یک انسان در یک حالت پستی قرار داره. یک انسان در مثلا حالتهای معتاد گرفتاری یگان سیگار است یا که مثلا موادهای ضرر رسان دیگر است. یک انسان در فرض کردیم غلامی قرار داره. یک انسان در بیکاری قرار داره. یک بار در آینه انسان به خودش نگاه بکنه بگه که تو چیکار کردیستی؟ روزهای تو در باد رفته است. هر روز تا هر سکوند هر ساعت تا از دست داده استی. چیکار میکنی انسان؟ ای فلانی بختون یک بار همین چیزا را بگین چیکار میکنی؟ آیا تو ارزنده همین چیز هستی؟ آیا همین چیزهایی که مثلا ما در دست داریم تلفن ها ساخته دستی انسان های همچون من و شما نیست؟ چرا یک انسان قادر توانا به ساختن همچون این چیزها است ولی من و شما نه؟ چون که او انسان ها فکر میکنن، ما فکر نمیکنیم. ما مثل یک همو رابورت یا اینکه ببخشین حیوان های شیدگی هستیم که ما را کار میفرمن. فرقیت بین یک حیوان و انسان یا اینکه یک رابورت و انسان در همی است که انسان فکر میکنه و فکرش قطعی پیش میره، اما حیوان بیچاره فکر نمیکنه. خداوند او را همون خیلی خلق کرده است. من و شما هر یک کدامون برابر هستیم. فقط او کسایی که پیشرفت کردگی هستند با فکر کردن و کسایی که در خواری و ضلالت هستند از روی اون است که فکر نمیکنن. ما اگر بخواهیم از هر مشکلی خودمون برآورده میتونیم. اگر بخواهیم. بیچاره رو ببین، یک چهره بیچارگی در Рисуешь что-то? همین یک مردی است که ارزنده مردانگی است، ارزنده احترام است، ولی نیاکنی که به چه حال آورده است. حکومت روسیه نه، حکومت تاجیکستان رسانده استش. Mana toplistana aholas, mana dineta. Şurumu da şuri bachikumun. Hamma javongir kani, javongir nesmashchi. خب برادر قربانعلی، سلام علیکم و رحمت الله. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر ابوذر، امیدوارم خوب باشین. صدام هسته؟ بله بله بسیار خوب است. بخشین را داریم دیر کردیم دیگه نمیدونم در چی موضوع صحبت که سبده در اینجا قرار گرفتیم که خواهی از صحبت کنیم. انا شما در چی مسئله گرد سبده دیگه او قدر متوجه نشدیم در بورای برق بد با فکرم. در عموم همه خیلی صحبت داریم در مسئله مشکلی مردم تاجیک در روسیه. بله برادر جان، تو زمانی که رحمان در سر قدرت هست مشکلی باقی میمونه. اگر رحمان و سر قدرت بروه و این میلاد نخیزه حقش طلب نکنه با همون خیل میشه مثل همین همسایه کشورها وری خیلی که برای ما معلوم است. خب در مسئله برق بیان کنم برادر،
یک شهروند ایران به تاجیکستان آمد، بعدا یک چوپلوس گرفته میمانداریش کرد، گرفت چوپلوس به ایران برد و در اوجا برای بنزین در заправка بگیم پرسان شد، 60 لیتر بنزین $2 گفت، یعنی 21 سومانی. بعدا چوپلوس دفیگر زد که چخیل در تاجیکستان آخی 60 لیتر بنزین 600 سومانی معاش یا معلم، در اینجا مثلا 60 لیتر بنزین $2 یعنی 21 سومانی. بعدا من نظر کردم کامنت های انوار در همون جای یک آدم نویسندگی که آخی به خاطری که اوجا خیلی ارزانه ایران در دهم جا مثلا در همون نفت گاز هم خیلی جا میسته، آخی نگاه کنه که اگر که دهم جدا بیسته رحمانوف سال 12 ما اعلان که و گفته که ما در نیروی قوا در انرژی هشتم جدا میستیم، ما برق نداریم کو. نگاه کنه که همو ایران در جای دهم قرار میگیره، با گفتی همو در جای دهم در همو گاز نفت قرار میگیره، جای دهم دمیسته این قدر ارزان های برای شهرونده، چون اولی این 21 سومانی او بنده خدا گفته که این چی های همو زپرف که شخصی های اگر دولتی دا برای دولتی خریداری کنی گفت 1 برابر ارزان میشه، یعنی 1 برابر $1 11 سومانی. اگر که اوزی ما اگر امیره با چی تاجیکستان نگاه کنیم واقعا مشکل ایده، ما جای هشتم جا دمیستیم با گفتی رحمانو پاکی گفت دروغ های، ما میدونم دروغ های، لیکن رحمانو خودش میگه که ما جای هشتم دمیستیم در نیروی قوا در برق، برای جای هشتم ایستادن باید زیاده 10 تا کشور تا برق تامین کنی. اوخی شهرونده خودت برق نداره، در مکتب ها با جنجیلوک ها زوانوک میزنن، مردم میدرویم میبروین، خیلی که ما هشتم جا دمیستیم. برادر قربان علی چند دولت را برق تامین میکنه کو؟ بله ما برقی ما با خودمون با سندنه که برقی ما را میدزده با دیگه همسایه کشورها مثلا میفروشه، پولشا همون تامه برورا میروه. همی خیلی ایلا و نیرنگ داره ای رحمونو. در مسئله مهاجرتی بله 100 افسوس رحمونو همی نهم دا آمدگی بود، همون اگر خیلی چیش بگیریم چوپلوس بیرحم شده هر سال ها می آمد، یگان سالدت یگان چیز نمی آمد، این سال آمد همون نهم مایده با سالدتاش آمدن. این یک بیناموسی همین حکمت دورو را چی میکنه، بیناموسی رئیس جمهور ایشان میته که میلت خودش 3 ساله سرکوبی خیلی چکر شده سای در پیش چشم دیگه میلاتو، در پیش چشم دیگه شهروندو سرکوب شده سای با جنگ اوکراین روان کسن، از این دفاع نمیکنه، از این حرف نمیزنه، با 100 تا سرباز شامه گیره با چی را میروه، با کرمل میروه که جشن اروسو را ما خوب بگذرانیم. این خیانت با ملت، خیانت با دولت، خیانت با فرهنگی مثلا تاجیکستان است. رحمانو برای ما را پرزیدنت نیست، رحمانو یک دیکتاتور است و 100 افسوس که دیکتاتوری بغیرت است. ما نگاه میکنیم چندین دیکتاتورهای هسته که دیکتاتور است در اصل وطن شا حمایه میکنه، شهروند شا حمایه میکنه. مثلا خیلی بگم همون شهرونداش در دیگه کشورها خور زور نیستن که دیکتاتوری ما دیکتاتوری درونه خودمون هم مثلا میزنه سرکوب میکنه، وطن نیست میکنه، نابود میکنه. ایشالا عمرش با جایی را آمده رسیدگی که در نزد ما، در نزد ملت جواب نگه، در نزد الله مهربان جواب میگه ابدالابد. یعنی همین چیز میتونه که با این ملت یک امید ببخشه که نمی فردا مثلا رحمانوف ممبر شاید خوب میشه شرایط. بله اگر این خیلی برادر جان ملتی بیدار باشه این فایده داره مرگ رحمانوف با ملت. اگر ملتی بیدار نباشه این مرگ رحمانوف با ملت فایده نداره. جای رحمانوف در باید کسی دیگه میوید که با ای رحمانوف در بدتر میکنه. بعد همون شخصی که در ظلم بدن چی میگن که ای همون رحمانوف خوب بود که ظلم کم میکرد. فکر نمیکنه که بیا ما قیام کنیم، ما تاریخی بزرگ داریم. چخلی که اسلام جای اول دمیسته، ما فکر میکنم بعد اسلام این تاریخی فارس است. واقعا
نه که آخر ما اومده فرزندای این فارس با کجا آمدیم رسیدیم از دست این دیکتاتور را، از دست این وطن فروشا را. بله. خب میدونم که ملت بسیار ملتی مثلا خودش به خواب انداختگی است، ولی ما انشاءالله کوشش تلاش میکنیم که این ملت بیدار بسازیم و این همی مسئولیت ما است. خب برادر قربان علی، شما در این مسئله چی فکر دارین که اگر همین مردم طلب نه حتی اگر خواهش میکردن زاره و تولا میکردن در این دوام 30 سال از حکومت جای کار گفته، آیا با این مردم جای کار تامین میشید؟ بله درست کردی. در نزد دیکتاتور زوره و تولو ارزش نداره. وقتی زوره و تولو کردی با قدر قیمت خیلی پستر میشه. از زوره و تولو چی خوب میشید که طلب میکردن، چی خوب میشید که وقتی که روسیه میرفتن خودشون روسیه رفتن اومدن فرزندشون نبودن، فرزندشون همسراشون نبودن، همین با همسراشون در روسیه فرزند تولد کردن. نگاه کن که نسل کشیده برده سن. اما پدرها اما مادرها چی خوب میشید که خودشون مهاجر شدن و کسل تلاش میکردن که فرزندشون هم میبردن، فرزندشون در روسیه در تاجیکستان یک با یک کس با یک کس با یک مقصد مهری که میتبه همون فرزنداش میفهمونه که بچه جان مقصد غربت همین خیلی است، مشکل است، دولت مونسته. نگاه کنه که نه که 3 سال اما چندین سال که در روسیه مهاجرا سرکوب شدهستند. خب برادر نگاه کنه که یک حق طلب یا اینکه یک مبارز میبرن پشت زندان، بعدا طرفدار رحمانوف چی میگه اوه ایرا بگی زندان کردن، فکری پدر مادر ایرا نمیکنی، فکری همسر ایرا نمیکنی، فکری مقصد آینده اویله ایرا نمیکنی. اگر نمیدونه که سالانه در روسیه 2,500-3,000 کمی در کمی 2,000 شهروند در روسیه میمبره، آیا فکری پدر مادر ایرا نمیکنن؟ برای چی همین فکر نمیکنن و برای چی امی رسانه ها را میبینم اما روزش تا 3-4 امی مرده را میبینم که بچه توجیک جوان شهروند توجیکستان از استروکه 20 میتاج غلطیده مردگی هیچ که نمیگیرش. تو سکوری پومش نوید 2 ساعت میگن همینجا تو میگه هیچ که نمیگیرش. واقعا درد دیگه نمیتونی درد دیگه بیشتر بزنی. بخشش در پیش بیادتون. یک سوال دیگر. خب شما چند ساله این؟ ما 35 همسال بودیستیم. در همین حیاتی که داشتین یگان بار حداقل دیدین که همین مردم اقلا با زاره کردن قطعی جای کار خواستگی باشن از حکومت؟ ولی ما مثلا میتینگ کردن و طلب کردن جای کار را طرف مونیم، اقلا با خواهش قطعی یک بار دیدی که مردم از حکومت جای کار طلب کرده خواهش کرده باشن؟ درست طرف نه روسی گپ ندیدم. این خیلی نه ساده. امی نگاه کنه که در تاجیکستان مکتب بود میکنن، پدرش در روسیه قرار داره، حتی داخلش نمیکنه، میگیره روسیه میبرش از تاجیکستان. آخی ما دیده هستیم که در تاجیکستان برق نیست، از حکومت برق طلب میکنن، خواهش میکنن، برقشون نمیته، ولی جای کار اوس بیسته. این غیر امکانه. این خیلی من ندیدم. اگر باشانی این حکومت نمیته. دین روز یک نوار را دیدم، یک دخترک بیچاره یتیم در یتیم خانه کلان شده، بابای رسیده مقصد شوهر کده رفته. با رحمانوف هم صحبت شده گه، همونجا رحمانوف میگه که دستگیریش کنین، میگه ایره مقصد چی کمبودی داره به دادش برسین. اما بیچاره زنک هرچی میکنه زمین طلب میکنه از حکومت. طول 8 ساله که به دادش رسیدگی نیستن. وای بر حال این دولت مقصد، وای بر حال حکومت دارو، وای بر حال این رحمانوف. خب منظور من این است که این مردم حداقل به طریق خواهش قطعی جای کار از حکومت مثلا خواستگی نیستن. پس این حکومت برای کی جای کار تامین بکنه؟ وقتی که
از طرف مردم طلب نمیشه و همین چیز. برای کی باید که جای کار آماده بکنه؟ بله. یعنی میاییم به همین خلاصه میرسیم که از ماست که بر ماست. ما اگر چیزی را طلب نکنیم و ما تامین کرده نمیشه. امام علی رحمانوف جای کار داره، مثلا رستم امام علی جای کار داره و تمامی خانواده او جای کار دارن. از یک جای مثلا درآمد میکنن، یا به دزدی است یا به هر چیزی که هست. نیاز به پول و به مثلا جای کار دیگر ندارن، نیاز به مهاجر شدن ندارن، نیاز به ساختن یک کارخانه ندارن. برای کی ساز بکنن؟ وقتی که مردم طلب کنی را یاد میگیرن، در اون صورت زندگی مردم روز تا روز بهتر شده رفتن میگیره. خب ببینیم. بله کسی گپ در ابوذر درست. وقتی که میلاد حقش طلب نمیکنه زمین های خچ میگذاره به روسیه میروه. ما در روسیه قرار داشتم بچهای میمینابود قطعی ما بدن، بعدا قطعشون صحبت میکردم که همون خچون بخشون صحبت میکردم، ما گوش میکردم در بینشون همون با قطعشون صحبت میکردیم. میگه که ما در خونمون 40 تا گاو دارم، ما در خونمون 4 تا اسب دارم، مقصد 10-15 گکتار زمین دارم. بعد همونجا ما میگفتم همونجا معاش چند است؟ میگه که $300. میگم زن فرزند تا یاد نکردم؟ میگه یاد کردم زن فرزند خونه را. بعدا ما همون روز میگفتم که ترا خدا زدگی ای اوخی همون 40 تا گاو داری، 4 تا اسب داری، زمین داری، نمیره همون زمینو تا نگاه و بین کنی. بعدا مرا چی میگم؟ میگم من بیزار همون گاو مول شدم، ای گاو چرانی را بیزار شدم. با ما میگردم میگم اوخی به سبب تو گاو نه چرون، یا گاو چرون بگی معاش تامین که بیا روسیه دام بگی 10 روزک برا با اوخی، یا مواد دام بگی برا. شهر نیست اگه تا همین 40 تا گاو مولا سولای 12 با خودت بچرونی. یک کارگر بگیرین. این مردم ایمورا نه حق طلب شده گیرن. امی خلاده امی تاکتیک دیکتاتوری امی ایده معارف بزه میکنه. مقصد در معارف مشکلی میاره، در فرهنگ مشکلی میاره، مقدسات این ملت ایبین میبره. دیگه مردم ضعیف ایمان میشود، حق طلب نمیشود. حقشون طلب کنن، ای کار میروننش خب میکنه. میگه که نه که ما هر سال ها میبینیم که رحمان و فلان آدم میگه که با سبب با پنسیه برآمدنش ای کار خوری چیز رفته. اوخی در تاجیکستان تا مردم با پنسیه میره. برای چی رحمان خودش با پنسیه نمیره که 72-73 ساله شدگی؟ در تاجیکستان 65 سالگی باید با پنسیه بره، نه باید در کارهای دولتی دخالت بکنی و کار فعالیت کنی. بله. خب ببینین، در دنیا زیاد دولت هایی هست که او دولت ها مثلا به سبب اون که نفت دارن، در نظر ما میرسه که پول دارن، ثروتمندن او دولت ها، شرایط مردم خوب است. اگر ما همچنین فکر بکنیم خطا میکنیم. خیلی که برادر قربان علی در پیشتر ذکر کرد، در ایران اینقدر نفت زیاد است که خب خیلی طبیعی است که بالای ایران بعضا مثلا سانکسیا زدگی هستن در دیگر دولت ها نفت چه فروخته نمیتونه، دیگر ارزانش کردگی است. اما بایگری یک دولت از روی نفت نیست. بایگری یک دولت از روی مغزها است. من دوست می‌دارم که بسیار همه مثال در مردم بیارم و تقریبا در هر یک برآمدی کردگی من میگم این چیزا. ببینین 1 لیتر بنزین عین حال در گرمانیا 1.67 سنت است. اما 250 گرم دوخی شانل در خود همین گرمانیا 184 یورو. در پولی 250 گرم دوخی شانل میشه که مثلا کم از کم 100 لیتر بنزین بگیری.
خب بنزین از مثلا طبیعت است، از زمین است. دوخی شنل از مغز انسان است. انسان یک انسان همو را ساخت و اینک و یک نرخ قیمت که 100 لیتر بنزین مثلا در بر میگیره و نرخش میفروشش. اون هم بود 150 گرم شه، یک لیتر شنه. همچنین اگر ما همین تلفن های موبیلی را نرخی مثلا محصولاتی که در همین صرف میشه حساب بکنیم، ماکسیموم با وجود همون محصولات هایی که گرانبها هستند در داخل مثلا چیپ های همین تلفن ها یا کامپیوتر ها میان، ماکسیموم همین محصولات ها 10 یورو میشوند. ماکسیموم وقتی که یک آیفون یک انسان میسازه به مغزش، میبرورن نه کمتر از 1000 یورو میفروشنش. صدها نفر نه هزارها نفر به جای کار تامین بهترین معاش میگیرن از حساب ساختن همین چیز. همچنین صدها نفر دیگر اینمی در ترانسپورت کردن همین چیز سون کار میکنن، زندگیشون رو پیش میبرن. ما چی کار میکنیم؟ ما یک ملتی که دعوا میکنیم ابو علی ابن سینا از ملتی ماست، رودکی از ملتی ماست، فردوسی از ملتی ماست، حساب نداره. یه بچه عمر خیام، ابو ریحان بیرونی و من میتونم با 10 تا دیگه مثال بیارم که خدمت تا امروز در تمام دنیا میرسه، ولی ما یک ملتی گدا شیدگی رفتگی در درهای مردم بیچاره‌وار سرخم میکنیم. برای چی؟ برای که ما مردمی فکر کننده نیستیم. هر دولت هایی را که میبینین پیشرفت کردگی هستن، دولت ها دو کار کردگی هستن در خچون که پیشرفت کردن. یکم فکر کردن، دیم طلب کردن. و یک فکر کردن طاقه نمیشه کار. فکر میکنی و حق طلب میکنی. غیرت جسارت پیشه میکنی، در اون صورت پیشرفت میکنی. در غیر این صورت بیچاره میشه، بی پول میشه. بیچاره بدن اونمو نواری که پیشتر موندم دستتان خیلی در پشتی سر میگیری رنگ جنایتکارا. ولی با نوار دیگر در پیش هسته که در برنامه های آینده انشاءالله که اگر کمی موضوع گرمتر بشه استفاده میکنیم که اون نوارا دا با همین خیلی دستا در پشتی سر در زمین شیشتگی ره میگردن. زنهای تاجیک که میبینی در اسپیڅپریوما محکم کردگیان. انا میرم میگم بیچارگی، انا میرم میگم خاری، انا میرم میگم خاری و زلالت. وقتی که ما و شما طلب نمیکنیم حقمونه، وقتی ما و شما فکر کننده نیستیم. اگر یک انسان فکر بکنه با یک خلاصه میآید که ما 1000 برای همین مهاجرت مهنتی در خانه خودم در وطن خودم باشم و خوبتره. ما باید انسان اگر فکر بکنه میگه ما باید که از این حکومت طلب بکنم. ملکه این حکومت است که برای ما باید جای کار تامین بکنه، باید شرایط بگذاره. یک نفر میره فرض کردیم از طرفای جیلیکول، بازی من نمیدونم چی نام شیدگی است او منطقه، ما 12-13 سال است که از وطن بیرون شدیم. خب از همون طرف یک نفر میره فرض کردیم در یک ماشینی که اونم به قرض قطعی گرفتگی است، ده خلطه سبزی بار میکنه میاره میگه در درونی کوچه های دوشنبه بفروشمش. از چند طرف میجقن اون نفره. اینمی حکومت یکم که در همون راه همون قرغن معنیش میکنن، 10 پلیس ماموری از او پول میکنه میگیره، الکی فایدهش با ضررش یک میشوه.
بعدا میگه با در این درون وقتی که سودا میکنه و چیزاره در او حالت با پرابلم بولش میره. پس وقتی که همین حکومت جای کار تامین نمیکنه و نمیگذاره که مردم خودش راه زندگیش پیدا بکنه در همین داخل کشور، همین خیلی حکومت سزاواری چی است؟ تنها سزاواری این همی است که همین 4 شته در عقیبش بزنی دفعش کنی ای سر قدرت. تو این کارا نمیکنی او به تو میکنه این کارا. 4 شته در عقیبت میزنه، بیرون از تاجیکستان روید میکنه که میره در بیرون از تاجیکستان هم خیلی خار و ذلیل میشه میگرد. برادر رجب علی سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم خوبیم برادرها. صدای ما میاد؟ بله برادر. امیدوارم خوب باشیم برادر. بار دیگه بله برادر، همین مسئله مهاجرا، مثلا برنامه غربت های در عموم و برای مهاجرا اگر گپ زنیم، بله برادر، یک چیز ما به خاطر داریم که سالی که در مسکو بودیم برنامه شما رو تماشا میکردیم و پیش جنگ بود حتی، و هم خیلی گپا بود که روز میشود که همین گپا با سر هم جنگ میشود، هم گپای جنگ بود. یه روز یکم روز دوم روز سوم روز هم اولای جنگ هم بعد چیا در برنامه‌ات شما میگفته برادرها همت که مردم تاجیک که مقصد یگان فکر سو کنه بر بگرده به وطن. و ما یک آدمایی بودم که در مسکو بودم و گوش میکردم شما رو و هم گپا را گفتیم، گپا ما خودم شنویده بودم چند بارا که میگفتیم برین که روزش میشه از خدیره میقپن میبرن تو. بعضی آدم‌ها همین چیزا جدی قبول نکردن و خیال کردن که روسیه دولت بقوته، نیاز به ما نداره، نیاز به دیگه کس نداره. ولی همون روز آمد رسید برادر که همون روسیه بقوته که بعضی روس پرستان میگفتن روسیه تمام دنیا در بقوته، با یک مهاجر بیچاره تاجیک زار زده است که این راه میقپن میبرنش. و بله برادرم، نوارایی که شما موندیم نوارا خیلی المناکن که مردم تاجیک و مردمی هم در عموم آسیایی مانه و زیادتر شهروندان تاجیکستان در زیر این ظلم و همین هم یک سوختارش در کدام شهر روسیه از خاطرم رفت و بعضا در تلگرام ما دیدیم در کانال که همون یک روز که در براولسیه خیلی یک گروه ناتسیستای روسیه جمع شدن، همونو در کامرای پدیز قالدگیان که داخلی هم دام پدیز میشوند و بعد همو سوختار با عمل میان، خانه مهاجرو آتش گرفت، حتی چند کس هم فوتید و در دیگه کامرا پاکال شد که همو روسا خچو میکاره کدگیان میدونن لط کوب میکنن، بعضی ها را به قتل میرسونن، به خونه را میسوزونن، گویا که مهاجرو خوب استفاده نمیبرن، مهاجرو به پراگی میکنن از پیش مهاجرو. این همه خانه های روسیه سوخت. در عموم اساسا همین کار دست خودشون است. خیلی که با وضعیتی همون حالتی کراکوسیتی بود، خیلی که 4 بشورای تاجیکا برنامه را اول کشیدن قطیر حکومتی رحمانوف و حکومتی رحمانوف در این کار 100% دست دارد. برنامه را پیشکی کشیدن، تیار کردن و 4 تاجیک بیچاره را در همین کار گناهکار کردن و یکیش گوش بریدن، یکیش چشمش کور کردن، یکیش بردن همه چند کسی دیگه را بگناه شناسای هم بیچاره را قطعشون در علاقه بیستن بردن به گناه بیچاره را شناندن و حکومت ما نه صداش برآمد نه گپش برآمد که یک بار دعوت نکرده این مقامات روسیه که همین کار پوبلیک نه تحقیقات برای که اگر در حقیقت هم شهروندای ما گناهکار باشن در حقیقت اثبات کنید، در مردم نشان بدید در تمام جهان که همینا هم کار کردن. چی با که روسیه یگان جواب نداد و جواب چی جواب بده ببخشید یگان از طرف تاجیکستان یگان همون طلباتی نشد، یگان از تاجیکستان درخواستی نشد. روسا هر روز به روز هم مثل هم برادرایی که در کراکوسیدی بگناه زندان شدن روز به روز درها صدها کس صد تاجیکستانی جان خود را دست دادن و زیر زر بلاغتی همین سگای ناتسیستی ببخشید برای تحقیق کردم همین کثیفای ملت پرستی روز قرار گرفتن. و ما اینجا خطاب با مردم مهاجر تاجیکستانیان که در روسیه قرار دارین، برادران بر بگردین، حالا هم سر وقت بر بگردین وطن دارین، شما وطن داره، شما جغرافیا داره، شما با گفتی بعض اینها ما دولت صاحب استقلال داریم، بر بگردید بره با وطن خودتون.
شما برین نه از نوم یگان حرکت سیاسی گپ زنید، نه برین شما از نوم یگان حزب حرکتی که مخالفن گپ نزنید. همچنین شهروند تاجیکستان در همون کتاب سرخی که رحمانوف کثیف دست شمیمونه و قسم اخره در همون کتاب شما حق و حقوق داره و همون حق و حقوق های شما در همونجا نوشته شده که شما حق آزادانه سخن کردن، حق آزادانه طلب کردن دارید. دل خواه چیز طلب کردنش حق داره در همون کتاب سر. برین طلب کنین، برین شما با یگان مخالف همکاری نکنین، برین حق حقوق دفاع کنین. وقتی تم خزی میرای ببخشید برادر ابوذر، همین وقت‌های اخیر دارم صفحه‌های مجازی ما بسیار می‌بینم که بسیار فحش و فاحشگی زیاد شده است از همین مردم تاجیکستان. همین سببش من چیزا در پیشتر ذکر کردم که این از دست نبودن یعنی مردای می ملت های. بله همین چیزا شما مردانی با غیرت تاجیک شما خیسین رفتین روسیه از پیش یک لقمنان، همون لقمنان در همون تاجیکستان میآوین. بخیزین برین شما او خوزن خواهر مادرای ما را نمونین. خیلی بسیاری بعد این حکومت همش کارهای حکومت های سرچشمه همین چیزا نارسایی جای کار های نبودن شرایط زندگی های. بعد همین دو قسم میشن همین حالتی که از همین زنای خودمون زیادتر با همین فحش و فحش رو آوردن. یک قسمش در حقیقت ندارن، شرایط نداره، اکا نداره، دادر نداره، پدر نداره، شوهر جدا شده مجبور شده است با از حسابی نبودن جای کار به همین کارا دست میزنه. یک قسم دیگهش هم پدر داره، هم مادر داره، هم برادر داره. ایناش از روی همین مردان نبودن مردای همون خانه کی یک بار تفتیش نمیکنه دختر شکو هم دخترم که جامعه رو چی میره بس یا دیگه این کار میره بیناموسی با بیناموسی میره. یعنی تربیه نیست. بله تربیه نیست. دعوت به اونا میکنیم که مثلا برای این زنا رو در خانه ها محکم بکنیم، تربیه بکنیم. بله تربیه بکنیم، جامعه را فساد نکنیم. بله برادر همین چیزا خیلی نگران کننده است برای انسانی که یک ذره ایمان در بدنش داره یک چیز دردش میمونه. باور کنید برادر همین روزا در اینترنت ها میبینیم خیلی دیگه آسمان بلند زمین سخت. ما دعوت از همون برادرای میکنم که خواهر دارین، خواهراتون نگاه کنین، تربیت کنین. بله برادر ابوذر ما نمیگیم که دخترها رو برای در خونه محکم کنین، اجازه ندید. اجازه هست، دختر مرد زن مرد هم حق برابر حقوقه. نه که خیلی در چارچوبه قانون در چارچوبه انسانگری این خیلی بعدش نمیشه و بخدا میدروی و بو بخشید برادر ابوذر بعضا وقت بعضی ملت‌های همین همسایه کشورها قطعی هم صحبت میشه و اونو فخر میکنن که در تاجیکستان میریم با پولی کم با پولی ناچیز زینا میکنیم و با اومده در پیش ما مردای تاجیکستان نقل میکنن این چیز جای ننگای جای ناموس های باور که میگوی زمین به کفا بدرام برم نشنوم میگه پورا همه این کارم حکومت رحمانوفی کثیف هم با همین روز آوردن ملت رسون. بله تشکر برادر ما جانم بگم برادر عجبالی نیا کنین. در تاجیکستان در ناحیه نورآباد خانه بیبی و مثلا خاله های ما در همونجا تمامی خویشاوندان طرف مادریم در همون نورآباد هستن و یک وقت هم خیلی مهمانی رفتیم خانه خالم معلمه و همچنین دیرکتر یک مکتب است. خانه همون خالم رفتم میدونین چه خیلی یک حوله کلان دارن داکیومنتال هم ما چیزش 100% دانمشون مقصد که خیلی غیر قانونی نه از همون زمانی شوروی اون خانه از همیو است و گیردش مثلا سیدکه کشیدگی اما به خاطر که از این کوچه به او کوچه همسایه ها بگذارن خیلی مردم دهه را میدونین چه خیلن بسیار یک مردمی هستن که به یکدیگر مثل خویش تبار هستن. به خاطر که از این کوچه به او کوچه بگذارن مردم هم در این طرفگیش خیلی اجازه دادگی که مردم بدروین از اون طرف بگروین برون که آسان بشه خیلی دور نران از اون طرف نگردن نیان. همونجا از دست گذشتن مردم یک ره شیدگی بین اگراده و علاکه کار تا جای رسید که همون وقتی که ما در همونجا بودم کار تا جای رسید که یک آدم همراه مرکبش میاد اسب قطی اسب میاد کدوهای هم خلم میخوره
خب ما برای چی چیزا میگم؟ شاید بعضی ها بگن که در جای نامناسبی گپ را گفته است، به خاطر اون که شما درک بکنید که چی گپ است. خب وقتی که دعوا شد بالای اون نفر، میگه چی آوردین در این قدیره؟ میگه کدو کوریدین. این خیلی نمیگه که ما بعد داخل خانه شما گذاشتیم، خیلی همین مشکلی ما شد که کنترل نکردیم. میگه چی در قدیره؟ میگه کدو میکورین. بعد ما طرف همون خالم گشتم، گفتم که راستت میگه، چی خانه تا گرفتی قدیره کردی؟ خانه تا گرفتی گفتی همون روسا پرخدمای دوار کردی، دیگه دعوا نکن، به خاطر اون که کدوات نخرن در محکم بکن. میگه خیلی من این کردم که همسایه بگذارن. گفتم من خیلی در تهوی موندی، همسایه ها میگذارن، کسایی میگذارن که مثل نمی یکم بار میبینیش با بالا دعوا میکنن. این آدم اگر از این منطقه ها میشید، از این جا میشید، تا میشناخت، میدونست که خانه تای گپ نمیگفت. الکی کار تو جای رسیده است که به درون حوالین او مردمی بیگانه میگذارن، از دیگر دیها میگذارن و بالاش دعوا میکنن. یعنی مردم تاجیکستان، شما وقتی که این خیلی در دیوارتون باز میمونین، هر کسی بیگانه میاد در خونه شما میدروه. این همی است که بعد از این طرف میگردین میرین، یک مرد بیگانه را در خونتون با همسرتون میخپین، با دخترتون میخپین. همی است که شما میرین دخترتون با یک دل پر در نکاح یک مرد دیگر میدرورین، توی میکنین، میتین، از اون طرف میارن میگن که این دختره بگیرش. برای که شما مرد خانه را هم خیلی از دو طرف باز موندین، خیستین رفتین یک دولت دیگر. در پیشتر من ذکر کردم که از همچنین ویران شدن اویله ها، اولش که سبب ویران شدن اویله ها نبودن همو شرایطی مثلا زن شوهری است. زنها را میگیرن، یک ماده موقتیش زندگی میکنن، میپرتایش میره روسیه. او انسان نفس داره، او را مثل شما مردها جایگاه گرم میفورش. از 10 تاش 1 تاش چه کنترل کرده نمیتونه، 1 تاش بیرون میره از چارچوبه شرم حیا. و از 10 زنی که همچنین بیرون رفته است، مثلا پاکدامنی را پیشه نکرده است، 1 تاش میبراید در جامعه دیگر تنفروش میشود. یک زنی تنفروش صدها مردی پاکدامن ناپاک میسازه، شاید هزارها مرد. یک زنی فاحشه یک جامعه را فاحشه میکنه. اینمی است که بی‌حیاگی در تاجیکستان یک چیزی عادی شده است، یک چیزی معمولی شده است. شما میرین به روسیه، دختراتون را تربیه نمیکنین، همسراتون را تربیه نمیکنین و بی کنترل و بی تربیه میمونن، میبراین خودشون زینت داده در تیک تاک ها و در اینترنت ها. 100 دختر دیگر میبینه، هوس میکنه، قدم میگذاره در راهی همون. اگر از طرفی مثلا مشکلات هایی که بالای سر شما میاد در روسیه فکر نمیکنین، حداقل از طرف ناموس و غیرت مثلا مسئولیتون فکر بکنین. یک بار خودتون مثلا در یک آینه نگاه بکنین، آیا ما یا که هر یک نفر باید خودش بگه که آیا تو ارزنده همچنین حالت ها و همچنین روزگار هستی ای مرد، ای فلانی. برادر قربان علی پیشتر گفت که بعد از تاریخ اسلام در جهان تاریخ فارس ها در جای اول میسته. ما هم مسلمان هستیم، زیاده از 90% مردم تاجیکستان به نام هم که باشه مسلمان هستند.
ما هم مسلمان هستیم هم فارس زبان. پس چی بلا زده است ما را که اینقدر از تمام جهت عقب مانده ایم؟ از جهت فرهنگ نگاه بکنی، فرهنگ در ما باقی نمانده است. از جهت شرم و حیا نگاه بکنی، شرم و حیایی نیست. از جهت عائله نگاه بکنی، عائله های ویران. از جهت اقتصاد کشور نگاه بکنی، اقتصاد کشور فلج. از جهت غیرت، جسارت مردانگی نگاه بکنی، در ما باقی نمانده است. یک چوموترین نفر از دیگر ملت ها می آید، دختراتون رو میکشین پیش او میبرورین به گلدسته ها و به خوشامدگویی. مرحمت برادر اسماعیل، اگر سخنی سلام علیکم. علیکم صدای السلام. من هست؟ بله است، بفرما. بار دیگه سلام علیکم برادر. باشی. سلامت باشی برادر ابوذر. خیر تبریک برنامه‌ت راه اندازی شد. ما خیلی خرسند شدیم در این بوره. انا زنده باشی خیلی برادر. سخنایی را گفتی که راستی میخوام با کم اگر تکرار هم باشم، من یک چی بگم درباره همین سخنای تکراری شما. بفرما. ببینید در هر دولتی که استحصالی که مسئولی دستی خود شد برای ملت خودش یک چیزی رایگان است. همین حوزه برادر قربانعلی کشور ایران هم پیش رو آورد. من راستی گپ یک شناس هست گوگو ما قطعش یک صحبت میکنم. میگه که سالانه گازی که میسوزونم یک سالش اومدن حساب کردن، میگه 35 سامانی تاجیکی شد. بعد میگه سوال دادم که چرا ماهانه نمیگیرین؟ گفته همون چکی که به شما روان میکنیم ای پولی همون گاز قیمت میشه. برق هم یک سومی نوچز $25 سالانه شده است. این بنزین خیلی هم میبینیم که یک زاپراف کمی کنن $2 میشه. حتی میگه همون شرکتایی که همونجا ماشین میخری ماهانه 100 لیتر بنزین میته. میگه همون دولتی فکر کنم در زیر یا ظلم قرار داره، دیکتاتوری، اینه که برای ملت خودش ظلم نمیکنه، همین چیزای اساسی را داره بگیم. با وجود همون برادر اسماعیل، با وجود همون مردمش ناراضگی میکنن، اعتراض میکنن در مقابل. بله 100%. حتی اعتراضشون 3 ماه میکشه، خیلی یک روز دو روز نیست. برای یک کاری که به سر ملت میارن، حتی یک دختر به قتل رسوندن، نمیدونم از طرف پلیس بود از چی بود، 4 ماه مردم برآمد اعتراض کرد که تمام اقتصادش به پایان رسید. مردم بیدار دارن. ما ببینیم که برق داریم، برق ما او خنون استحصال میشه، برای مردم خنون باید همین 3 درهم 5 درهم زیاد نباشه، اما بفروش اقتصاد دولت پیش بر. چرا که خیر مثال نم میگوی که در اصل چند قدر پولی برق شده خدای ملت، یا که خارج فروختن یگام ایده اظهارات به مردم نمیتن، با بالای همه هر سال قیمتش میکنن. این قدر نالوگ، این قدر چیزی که در تاجیکستان است، باور که برابر دولت‌های اروپایی، این دولت‌های اروپایی که مثال مردمش رو واژه کار تامین میکنه، نالوگ میگیرن، نالوگش زیبش میته. ما نه جای کار داریم نه چی، نالوگ ما 18-19% نالوگ داریم. این قدر نالوگ برای 10 میلیون اهالی، لااقل پنسیه هر یک پنسیونر باید 3,500 باشه. اگر این قدر نالوگی که میگیرن، یا اویلی که معلم باشه 5,000-6,000. ببینید در کشور ازبکستان معلم $800 تا $1,200 اویلی داره. همون برای ما در همون جغرافیا قرار داره، یگان چیز دیگه نیست. برقش میخره، همون نالوگ قطعی کار میکنن. کلکی داره. هر کشوری که میره بهوده نمیره، اون تا یک خربزه و تربزه برای خرک نو و مثل رحمان و فوری چه نشون میده. نه، هر کجایی که رفته تو 500 تا 1 میلیارد دلار دو گوار بستگی هر شرکت قطعی. و همین چقدر پیش 6 ماه پیش با کشور آلمان 1 میلیون مهاجر خطی 2 گوار بست اومد. یگام چی نکرد. 1 میلیون آدمی که در آلمان کار میکنه، خودت برادر ابوذر میدونی که در اینجا چقدر استراخوفکت خوبه، تمام همه طرفای امنیت داری، در تمام چیز امنیت داری. و
حتی در کار شما در همینجا درس میخونیم، هر چیزی که باشه رایگانه برای همون فکری مردمش هم میکنن. ما 3 میلیون من مهاجر در همین کشور روسیه اکثریتش سالانه 2000 زیاد خیلی رسانه ها میگن، خیلی کشور توریسم هم قبول میکنن، کشته میشون، نمیدونم با مرگ طبیعی میبرن در روسیه. بسیارش کو همین غلطای ساختمانو میبرن، نه صاحب دارن نه یگون چیز. این قدر آدم در زیر ظلم، هزارو آدم در زیر ظلم در گرانیتسو، هفته خوان نمیدونم این سفارتای ما برای چیه در اونجا، برای چی کار رفتگیان. این باور که یک شرم و حیا نمیدونم یک چیل بگم برای یک کشور ناموس میگن چی میگن، همین یک چیزی حکومتی قطعی فوجیه، یک فوجیه باور کنی برای ملت ما. اگر این قدر ما خیلی مثال شما را نمیگید 3 میلیون جای کاری کنین ها، اگر خیلی یک آدم کمتر مفکوره خوب داشته باشه میگه برای 3 میلیون آدم برای جای کار یافتن برای در تاجیکستان، برای مثال یک 20000 آدم برای یک زواد جای کار 5-6 میلیارد در کار که زواد بسازی. ما نمیگیم شما زواد و فابریکا بزنید، چون که دیگه واسه زواد و فابریکا سازی نیست. شما آزاد مونین مردم همون زمینو را بتینشون باور کنین همین مردم ما 50% جای کار در تاجیکستان خودش میوه، اما 50% که در بیرون کشوره او را امنیت تامین کنین. تمام شما ما نمیگیم که برین هر یک آدم در تاجیکستان $1000 اویل کنین، این منطقی نیست. این چیزی که شما آوردین به سر ملت در 20 سالها حل شدنی نیست. نه که حکومت آینده میتونه که برای مردم یک آزادی بده، مونوپول رای بین میبری، تمام چیزا ارزانی میکنی برای ملت میکنی، نه برای اویل نمیکنی. این مبلغایی که شما جمع میکنین تنها برای معارف بالنیسای همین و اینی که امنیت تاجیکستان نگاه کنه. تمام دیگه مردم زندگیش پیش برن. همون کشورهایی که میبینین با مثل ایران و دولت‌های دیگه هم برای مردمش زندگی میکنن، همون قدر نلاگی جمع میکنن، همون پنسا و همون چیزا میشوه. ولی میگه آباد کردگی هم ببین آبادیش هم حساب میکنم 1200 کیلومتر راه ساختگی 5 میلیارد دلار قرض داره. همون 5 میلیارد حساب کن 3000 کیلومتر راه را میسازی، значит 1500 کیلومتر دیگه راه را خوردگی هم. خودش میگه که 80% ساختمان‌ها را صاحبکارا ساختگی هم، 20% از значит 5 میلیارد قرض کرده اسما گرفته خوردگیه. کی آباد کرده؟ آبادی او را میگن که تمامی اویل که مردم قناعت بخش میکنی ای زیوتی بوجه بعد میگیری میسازی او را آبادی میگن. وقتی که دولت ای قرض غوتیدگی 4 تا دومی که در درون شهر میسازی، این چیز یک کسمتیک برای مردم فریب کردنه. باید که در تمامی منطقه‌های تاجیکستان چگونه که مردم شهر زندگی میکنه همین خود شرایط کنیم. سیستم کانالیزاسیونی باشه، سیستم آب باشه، آب گرم خنک باشه که مثال مردم به این چیز نیاز دارن. تنها یک دوشنبه را ساختن این همین یک چیزی عادیه. مثال هم بیزنسمن را میگه که بیایم بسازیم، با شما بیزنسمن را هیچ وقت رایگان نمیتونی از زمین که بسازن. برای از زمین خریدن نمیدونم 200-300 هزار دلار میگیرین، بعد او را زمین میتین او ساختمان میسازه، با او را نظارت هم نمیکنین به خاطر پورا گرفتگین او دوم چطوری میوه. مثال همه چیز خیلی ای کنترل بیرونه. اولین چیزی که باید شما برای ملت میسازین معارف که معارف باید شما پیش برین. اولین چیز همین زبان فارسی که ما باید رو برگردونیم. ما اگر زبان فارسی رو برگردونیم در 10 سال پیشرفت میکنیم، چون که در اونجا علم خواه یک میگه صنف 4 که زبان فارسی را میدونه برابر پروکوروری که در یک استول شده همونقدر عقل سواد منطق داره، چون که در کتابای فارسی علم غرق شده. 60,000 شاعر و نویسنده که کتاب نویسنده با عقل توری نمیگیرن. تمام علمای نمیدونم خیمیک چیم چیزا در همین فارس موندگی، همین رفتگی اروپا پیش تمام دنیا. ما باشیم حرفی خودمون نمیدوریم، در کجای بریم میگیم فارسیم با زبان فارسی اگه چیزا می نویسن میتونم خوندن نمیتونه، میگم همون حرف کریلی داریم با همون حرفمون چورچه گرفتگیم
ҳамун дар тоҷикистон кор метавад, ҳатто ӯзбекистонда хондаш наметавонанд. ҳамин бояд ки ҳарфи ш ц ҳамин зо боша юра бардоштаган, ин намедонам миллата ба куҷо мебаранд мерасонанд, чӣ хели пешравӣ боша. бале. хоб Вай бародар исмоил нигоҳ кунем, ман ҳамин дина дар чат gpt як китоби ба забони форсӣ аст, номшам мағзҳои хуфта. ҳамон китобро дар чат gpt партофтам, баъд савол кардам, гуфтам ки назари ту дар ҳамин китоб чӣ аст? нигоҳ кард, гуфт китоби беназир аст. дар ҳамин риштае ки ҳамин муаллифи ҳамин китобро навиштааст, ин китоб беназир аст. гуфтам дар амрико, дар аврупо, дар британия оё ҳаст китобҳое ки ин қадар масалан пурмазмуну пурмафҳум ба монанди ҳамин китоб бошад? гуфт ки мутаассифона ҳаст, китобҳои зиёд ҳастанд ки дар ин дараҷаи ин нестанд. танҳо як китоби форсӣ буд ки ман савол кардам, чат gpt аз тамоми дунё бохабар аст. ҳамхел аст? бале 100%. як китоби форсӣ нигоҳ кунем ки мега ки беназир аст китоб. мо воқеан асосӣ ҳамин мушкилии мо дар ҳамин аст ки мо ҳарфи худа надорем. кор то ин бадбахтие расидааст ки агарчанде ки мавзӯъ дар бораи ин набуд, вале бояд бигем, кор то ин бадбахтие расидааст ки аз дасти он ки мо ҳарфи худмона надорем, мо ба ҳарфи мардум байни якдигар суҳбат мекунем, имрӯз мо номи Парвардигора хато мегирем. дар Тоҷикистон аксарият облоҳ меган. агар ҳамин ҳарфи худи мо мешид, мо медонистем ки номи Парвардигор Аллоҳ аст. лӯбои инами бигем барномаҳои давлатиро нигоҳ бикунем, барномаҳое ки дар рӯи саҳнаи давлатӣ ҳастанд, чӣ аз ҳаҷмнигорош, чӣ масалан аз сарояндаҳо, чӣ кормандои давлат, ҳар кадоми ҳамонро нигоҳ бикунед, ҳолатҳое мешавад ки дуо мекунанд, дар омин кардан омин Аллоҳу акбар мегӯянд. вақте ки дуо метиҳанд, Аллоҳ нигаҳбонат бошад. мо ин қадар бубахшем бадбахт шидем ки аз дасти надоштани ҳарфи худмона мо номи худои худмона хато мегирем. бифармоед бародар исмоил, халос кардӣ? бале, ман ҳаминҷа дар хайр меистам, бо ягон касия суҳбат кунам. бародар Юсуф, салому алайкум ва раҳматуллоҳ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. мара бародаро камтар связон соз нест, озон хуб мебиёяд? бале, бисёр хуб аст. бифармоед. ташаккур зиёд. Ма беҳад суҳбати хуб кардем бародаро. бародар Исмоил бениҳоят хушидам, аз суҳбатотон гӯш кардам. дар масъалаи ҳамун аввали барнома гуфта гузаштем бародар Абузар, масъалаи муҳоҷиро. ма дар ҳамун масъалаи Русия як ду калом гуфтанӣ будам, иҷозат бошад агар? марҳамат ки бародар, мо нигоҳ кун аз ин ҳами картинкае ки дар пушти мо аст, ҳамин картинка номи мавзӯъам дар ҳамин картинка аст. Русия деге аст ки мушкилоти Тоҷикистон дар ӯ меҷӯша. марҳамат. хуб бародар, гуфтанӣ ҳастам ки мо агар нигоҳ кунем тамоми давлатҳои диктатуриро аҳамият битем, на танҳо Русия, Тоҷикистон, дигарро ҳам аҳамият битем, дар ҳамунҷа ҳаёти сиёсиро куллан барҳам медиҳам. ҳама вақт дар таърих ҳама вақт ҳамин хел аст. ба хотири чӣ Русия кӯшиш карда истодае ки ба мардум як ҳаёти сиёсӣ дода истад. Северний человек гурӯҳ баромадааст, русский община баромадааст, боз қавру бало ҳазор як намуд гурӯҳҳои натсионалистӣ, Русич, аз ҳама гурӯҳи Безеваш ва дигарон. ба хотири чӣ Русия, яъне ҳамун МВД бо роҳбарии
раиси ҳамун кумитааш Бастрикин ин чизора иҷозат дода истанд, ҳоло ки оно худашон аз ҳамун ҳукуматдоро аз ранг гурӯҳи ҳамихеле гурӯҳ безор ҳастанд, ба хотире ки диктатур ба инсони дар роҳи сиёсат дахолат мекардагӣ дар кор нест. Ва сабаби ин дар чӣ бошад ки ино ба ин гурӯҳҳо иҷозати ҳаёти сиёсӣ дода истоданд? Инам бошад ҳамун мо шумо шоҳиди ин ҷангҳо шуда истодаем ки Русия дар майдони сиёсии кулли ҷаҳон мағлуб шуда истодааст. Ва агар назар кунем ҳамун видеоҳое ки сарбозони рус ба интернет мепартоянд, як нигоҳ кунед ки як шадидият байни ҳукумату байни ҳамун сарбозон аст, байни ҳамун афсарон аст. Афсарон аз бетириву масалан яроқ нолиш мекунанд, аз ҳатто як об оддие ки ҳаст оно надоранд дар ҳамун фронт, ягон масалан чизи дар корие ки барои ҷанг вобастагӣ оно доранд нест. оно як шадидият доранд байни ҳамдигар, байни ҳукумату байни ҳамун сарбозон. Ва наздики он рӯз омада истодааст ки он ҷанг ба итмом мерасаду ҳамун нафарони хунхор, ҳамун нафарони бемор бармегарданд ба Русия. Ва уно бошанд чӣ кор мекунанд? ҳамун қасдгирӣ аз инсонҳое ки ба уно хиёнат карданд, яъне аз ҳукумат. ҳукумат ин чизро хуб дарк мекунад. ҳукумати Русия соли 1999 як маротиба он экспериенс гирифта шудааст. аз соли 1990 оғоз шудагӣ 90 мегуфтагӣ русо худашон. Ва уно медунанд ки ӯ сарбозои бемор мебиёянд ба сӯи ҳукумат ҳуҷум мекунанд ва ягон революция ё ин ки переворот карданӣ мешаванд. ба ҳамин хотир чӣ кор мекунанд? Оно ягон гунаҳгор дар корашон аст. барои гуноҳҳои худашон ягон гунаҳгор дар кор аст. гуфти худашон ки казёл атпӯшени дар кор аст барои ҳукумат. Ва ба ҷои ҳамун гунаҳгорон казёл атпӯшени оно гирифтан ҳамин мардуми тоҷика. умум хусусан мардуми тоҷика. Якум фаъолиятшон чӣ буд? Аз Крокус сар кардан 4 тоҷики ҳамун бешсавода бурдан ҳамунҷа гунаҳгор кардану нишон додан ки мо гунаҳгор нестем, ин ҳамин тоҷикҳо ҳастанд. Ва нигоҳ кунед видеоҳо ҳаст. ман намедонам мардуми мо куҷора нигоҳ мекунанд. ин ҳукумати Раҳмонов ку айран гурӯҳи мардум безорай. ман намедонам ки мардуми мо куҷора нигоҳ мекунанд ки видеоҳое ҳаст аз ҳози ҳамун сарбозон чӣ меган? рӯзе мешава мо бармегардем муҳоҷиро, хусусан номи тоҷикоро мегиранд оно. мо шуморо нести нобуд мекунем меган. Ва ин чиз шиданӣ аст. Ва оно барои ӯ сарбозоро хомӯш доштан ба оно иҷозат медиҳанд ки қасди худа аз ягон кас бигиранд. Ва ҳамун ягон кас ҳамин тоҷикҳо аст бародаро. бале кулли интихоби оно болои тоҷикҳо ҳаст. агар не оно безор ҳастанд аз ин русский общинаву северный человеку ана руси чи дигарош, оно ҳукуматдоро аз ин хел гурӯҳҳо безор ҳастанд. ба хотири диктатур ҳеҷ вақт иҷозати мардум дар майдони сиёсат дар омадан иҷозат намедиҳад. сабаби асосиш ин ҳамин ҳаст ки ҳамун хатаре ки болои ҳукумати Путин ё ки ҳамун ҳукумати чекисто омадагӣ ҳаст, ҳамун сарбозои бармегаштагӣ, хатари асосӣ ана ӯ ҳаст. ҳамун хатара болои муҳоҷирон фаст метиҳанд ранги саг буре. ва рӯзе мешавад ки фарзандои шумо ранги ҳозира дар як сол 1000 нафар тобут намебиёранд, 10,000 нафар тобут мебиёяд. ина дар ёд бигирем мардум ки рӯзе мешавад ки аз ҷанг ӯ майнавайроно он беморо бармегарданд, ба сӯи Тоҷикистон 10,000 тобут бармегардад. 1,000 не дар як сол, 10,000 100,000 мумкин барбигардад. шумо аз инаш хавотир бошем бародарон. душмани асосии мо Русия бо инами ҳукумати Раҳмонов аст. шумо нигоҳ кинед ки ин қадар Путини лаънатӣ қонун мебурад ки фарзандои муҳоҷиро бояд мактаб дар забони русӣ надонанд, нараванд. охир забони русиро оно аз куҷо бояд бомӯзанд агар мактаб нараванд? ҳамин қонунҳои бар зидди муҳоҷирон мекунад, қонунҳои бар зидди тоҷикон. ин қадар сагои он тоҷикоро мекушанд, мезананд, азоб метиҳанд, ранги як ғулом мекунанд, саг бар ин
مثلا سگ از شما بالا میدونن، با بالای این نگاه کنید که این رحمانوف کثیف میرود چیکار میکند، دستی پوتین رنگ یک مخنث میدورد، خودنمایشی میکند. درست. و همین خاطر برادرها چشماتون را بکشوین، فرزنداتون را روان نکنین. باور کنید همون در کار نیست. همون جمع شاید همین مردم میگن که هیچی از دستمون نمیاد. به خدا باور کنید مردم، الله در شما قوتی که در انسانیت الله دادگی هست، یگان شما را خلیفه این دنیا کردگی است. ما همین انسان بنی آدم همه خلیفه همین دنیا هستیم. همین دنیا را خداوند برای ما امانت دادگی است. ما خیلی به نزد خدا که برگشتیم، به نزد الله که برگشتیم، چی جواب میگیم؟ امانت ویران میکنیم. رحمانوف تا حاضر برادر اسماعیل بنیهایت خوب قید کردن، عموما یگان پیشروی در این تاجیکستان کردگی نیست. یگان پیشروی نیست که نام بگیره که همین رحمانوف پیشروی کردگی است. نیست برادر. در حقیقت همین کمونیکاسیای شهرها در یک وضعیت تند قرار دارن که آخر همون کمونیکاسیای سالهای سیوز است، سالهای شوروی. یگان چیزی نو نیست. تمامی همون چوب سیم های همون دور پیش است. تمامی همون لوله های کانالیزاسیونی همش از دور سیوز است. یگان پیشروی دقیقی که نشان بده نمک کردم نیست. در حقیقت برادر اسماعیل درست قید کردن که اینقدر نلاگ کلان در تاجیکستان برابر نگاه کنید که تاجیکستان برابر روسیه هست. نلاگ همون اندازی معاش، اندازی پاتریبیتلسکیش برابر روسیه، حالان که در روسیه به همون دیکتاتوریش معاش میانش $800-900 است، لیکن 12-13% است نلاگ اندازی روسیه. از تاجیکستان هم برابر روسیه است. یک دولتی که معاش میانش $120، یک پولی ناچیز. اگر شما همین ناچیز نمیدونید، آخه چند بار رادیو آزادی بین تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان یک آمار کرد چند کیلو گوشت با معاش با پنسیه تاجیکستانی می شود خریده، با قرقیزستانی، با ازبکستانی. آخه شما من نمیدونم که مردم شما میبروین کجا را نگاه میکنین برادر؟ آخه میگن کدام چاپلوسش، کدام انسانی همین لیسکی رحمانوف خیلی صحبت میکنه چی میگه؟ ما آزاده، ما خیلی مردم همون آزادی که شما میگه فرزندت میگه که ساعت 10 شب لوبوی جو میروه، هیچ که پرابلم نیست، هیچ گپ نیست. همین چیز در همون دور سیوز هم بود، از این چیز در بهتر بود. در دور شوروی ماشین داشتی های میکردی، گایی نمیمد، من نمیکرد، 1 سومون تا یا که 10 سومون تا نمیگرفت. در دور شوروی میلیسن نمیمد بهوده و باهوده تر دستگیری نمیکرد، ریشی تر نمیتراشید. در دور سیوز ریشی هیچ کره نمیتراشیدن، سطری هیچ کره نمیگرفتن. آخه معلوم میشه که دور سیوز از زمین رحمانوف که خودش توجیه میگه از این ده خوبتر بوده است. همون دور سیوز اگر یک قوه برق یک خانه خاموش میشید، در ژکخ میگفتن زنگ میزدن، ژکخ در همون وقت همون الکتریک دویده میومد که تسترک ساز کنن مردم به قوه برق نمونن. حالا که اونا روسا بودن، اونا ما در زیر تصرف روسا بودیم، زندگی همون مردم از همین زندگی حاضره در بالاتر بود. شما از کدام آبادی گپ میزنید؟ اگر با آبادی بگیریم همون دور شوروی از همین دور رحمانوف در آبادتر بود. مردم نمیکشتن، مردم بیهوده زندانی نمیکردن، مردم بدخشان نرفته بودن، در دور شوروی نکشته بودن، همین دور رحمانوف کشته شد. همین هر یک شیرمردای توجی که همین رحمانوف با حکومتی به نام توجیکی خودش کشته ایستاده، دور شوروی یگان کس خیلی نمیکرد. همین نشون دهنده اونه که دور شوروی از این دور آزادتر پیشرفت‌تر بود. پس کجا را شما چی را پیشروی میگین؟ اگه خودتون از سوال بتین، با خدا راست باشه برادر، با خدا راست باشه. خدا را شما الله را خدا را فریب داده نمیتونی. این فریبی که شما کرده است، شما خودتون فریب کرده ایستادین.
روزش میشه همه این سخنا و همه این کاراتون جوابگاری دوره برادر ولی از خدا بترسه از خدا. بله برادر تشکر. یوسف. خب در سال 2025 این میجا آمار رسمی انداز از درآمد شخصی 12%، انداز از درآمد شرکت ها 18%، از درآمدهای علاوگی 13%. خب برابر دی روسیه برادر همون روسیه را همین قصد اندازش 18% برابر دی آلمان ای. آلمان هم 1% دیگه از این زیاده که آخه آلمان در یک بغیر از اون که اندازه است نگاه کنین که در آلمان اولش که کار هست کارگر نیست. واقعا نارسایی کارگر در آلمان مشکل است. خب غیر از اون که مثلا کار هست یک انسان معاش ارزنده میگیره. با وجود همه اندازها و مثلا سقورتهاش پرداخت کردن چند نمودی سقورتها میشود. با وجود همه ما رو پرداخت کردن تازه 1800 یورو در کارت همو نفری که کار میکنه وارد میشود. شما نگاه کنین که عدالت ای آلمان تا کجا رشد کردگی است که یک چیز وانونگلد میگن نفرایی که شرایطشون نمیرسه به اصطلاح میرون وانونگلد ثبت نام میکنن خچونه 60% اجاره پولی خونه‌ش با دولت پرداخت میکنه. شرکتی کار میکردگیش نه دولت 60% اجاره پولی خونه‌ش پرداخت میکنه. ولی از آبادی های تاجیکستان گپ میزنن میگن تاجیکستان آباد کرده است. گویا رحمانوف هم یک 4 مثلا کوچه و خیابان‌های در تنها دوشنبه ساختگی هستن اونها آبادی میبینن مردم. در آلمان من یک چیز به اطلاعات شما برسانم که تقریبا 60-70% مردم دهخانه‌اند، خانه شخصی ندارن چون که نمیخواهند. همین خیلی پدرش اومد نخواست خانه بخره اجاره شیشت و فرزندی او هم یه همین خیلی حیاتش به اجاره شی نقطی میگذرونه. همین چیزا نمیخواهن اصلا. اگر بخواهن صدها شرایط های هست که دولت براشون مهیا میسازه که مثلا خانه بگیرن از قرض مثلا ایپاتیک دیگر چیزا سر کرده تا کمکی که خودی دولت میکنه برای خانه گرفتن خیلی امکانیت زیاده اما نمیخوان مردم. برادر ابوذر همین برادر اسماعیل یک سخن خوب گفتنده به همون نفرایی که بسیار گپ میگن که همین تاجیکستان در این بیزنس میکنی خیلی میکنی هم خیلی برای همونو نظر داشت برادر. آخه نگاه کنید همین مردم تا همین درجه به عقل به فراست به سواد شدگی هستند که از این نسلی که رحمانوف تربیت کردگی است. او زواد هم میکنی و فابریکه را میکنی یکمش فابریکه را مشتری نداشته باشی برای کی را میکنی مثلا بعدم تاجیکستان پیشروی کرده است ای خیل کرده است باور کنید برادران شما اگر کم ترک همین اندازبندی اکونومیکا کم ترک اینمی 1% بخونه یک چیز شما درک میکنید که همین مهاجرای تاجیک چرخ زننده این همین حکومت رحمانوف چرخ زننده اساسی اکونومیکا انا همین مهاجرا هستند. بله. او فابریکه و او چیزا یگان اختراع میکنی مثلا یگان استحصال میکنی یک چیز اونا باید یک کس بخره اونا باید از بیرون پول بیارن به این درونه که یگان کس همون چیز ایته باید بخره. تاجیکستان قریب 80% با همون از 100% اکونومیکمون نظر بکنیم اگر 80% ایمپورت هسته در حتی تمام همین دولت‌های جهان نگاه کنیم ما از این چیزش هیچ وقت نظر نمیکنیم برادر نه که در حقیقت تاجیکستان یک حکومتی هست که یک دولتی هست که ما 80% ایمپورت داریم تنها 20% اکسپورت. با کدام درجه آوردگی هستن تاجیکستان این رحمانو. بله
خب ما همون چرخزننده همون مهاجرو هستن برادرو و به همین خاطر سخنان شما درست است که اگر همین مهاجرو بر بگردند به تاجیکستان دیگر پولی نقدی حکومت های دیگر پولی نقدی دیگر دلار روبل نبیارن به درون تاجیکستان این حکومت رحمانو یک ماه دوام دو روز دراز دوام نمیکند از بین می رود همین چرخ زننده این همین حکومت کثیف رحمانو انا همین مهاجرو هستند درست خواهش میکنم برادرها آخر سخناتون رو بکنید چون که خیلی طولانی شید برنامه و دیگر آروم آروم با آخر برسونیم برنامه. اگر چیزی گفتنی باشه برادر یوسف بفرما از خودت شروع کنیم آخر سخن. تشکر زیاد برادر ابوذر سخنها بسیار هستند که دیگر وقت شما را نمیگیریم برادر گفتنی هستم که به همون برادرای وظیفه داشتگی در تاجیکستان برادرو یگان نفر در اینجا در این بین مبارزات دشمن شما نیست بیایید درباره ما راست بسته برادرو حال هم دیر نشده است وطن خود را نجات بدیم وطن خود ما از دست این ظالم آزاد بکنیم این ظالم ما نابود بسازیم و خاطر آینده نداره تاجیکستان قطعی ظالم هر یک برادر چی میلیسا کار میکنی چی در حکومت کار میکنی بیایید برادران هیچ که در اینجا دشمن شما نیست ما میدونیم که شما هرچنده که فرمانهای این ظالم اجرا رو هم بکنین شما در دل نفرت دارین بر این ظالم انشالله که ما همه یک هستیم برادر بیایین در این میدان مبارزه خود نشان ندیم برادر حداقل بیایین بگین که ما با شما این برادرها دستگیری میکنیم وقتش که اومد ما دلمون پر بشه شما برادرها تشکر زیاد برادر زنده باشی برادر اسماعیل بفرما. خب سلام علیکم بسیار سخن خوب قید کردی برادر یوسف من با همه حکومت تاجیکستان گفتنی بودم کارگرای مقامات باور کنیم ما با شما یگام دشمنی نداریم ما میدونیم که مثال در دست شما یگام کاری نمی استقلالیت آزادی سخن ندارین شما هر زیر فرمان زیر 4 تا خرکلم قرار دارین که هر فرمانی تامتد مثال مجبورین دیگه زندگی شما همون طرف میچرخه ما میدونیم که مثال شما را در سیستم ایجادتون کردگین که اویلی که شما را مثال 1200 تا 3000 کردگین 6 7 کودک دارید نمیرسه مجبوری که پورا بگیری دل شما با وطن میسوزد ما در این چیز 100% باوری دارم نفرت شما ممکنه نفرت ما زیاد باشد چون که شما در داخل شما هر روز میبینین یک سفری که رحمانوف میکنه باید نوحیه هزارها ملیسه و مقامات در اوجا میریزونه شما را ما در همون دوره دیده بودم تون که مثال دوره‌ای که مردم آزاد بود شما در وقت هر ارچب حتی سودکش قطعی راست میستودین باور که ما هم تو وا خوردگیم قطعی بعضیش که گفت بخدا عبید کردگی نیستم 2 روز شده اگر بگن که چی میخوایی میگم خو تنها یک خو آزادی میخوام ای زیاد نه من این زورا میفهمم میدونم شما بخدا باید که درباره مردم باشین این رحمانوف باور کنین با غیر اولاد خودش هیچ کس قدر رحم نمیکنه سید جعفر عثمان دیدین که چه خیلی آدمی بود که دربارش هر روز تعریفش میکرد ای پشتش نمیدونم محبتوش هم میگفت این قد تعریف تفسیرش کجاشی بردن 20 سالش دادن 30 سالش دادن امروخان ظریفی همون وقتش دربارش کار کردگی اومدگی بود او را 30 سال داد یک مردک که نمیدونم خودش کلام بود این نه رحم داره نه شوکت به خدا قسم روزی میشوه شما اگر باور کنین این رو با همین مردمی که همسایه خطای هم قشلاق خطای با هم میره ظلم میکنی روانت میکنه در خونه یک کس میره برین یک معامله ساز کنین این حکومت ها ای بین میره و مردم با شما با خدا قسم شما در نزد مردم بعدا یک آدمای دشمن میتوین چون که شما با او درجه ختم کردگی نیستین مکتبتون که مثال سرقانون تاجیکستان ای خط کرده باشین وقتی ندارین سرقانون رو بخونین اجرایتون میکنن کازار پلاژینتون میکنن یک جامعه رو تومی و یکی شما باور که سودکوش قتی هفتوش قتی باور که خلد ماهش قتی گپ زدگی که میگه خونه رفتگی نیستیم در همین تاجیکستان در یک تپه میریم
صبح میکنیم میستیم که کای رحمان فهمی میویا اینجا میگذره میره ما تینج کنیم معاملتون رو با مردم خوب کنین روزی میشوه زمانی میشوه این حکمت های بین میروه شما باید در همون وظیفه‌تون باید شما صادق باشین که در وظیفه‌تون بمونین و این مردم هم شما رو احترامتون کنن شما فرزند همین ملتین ببینید در همین یک قشلاق اگر 5 6 تا میلیشیا کار کنه شما در همونجا نان یک دیگر خورده بودین تو دوره‌ای که خواندین دانشجو شدین من میدونم وظیفه گرفتین نمیتونین شما یک کسا برای یک لایک برای نمیدونم یا ریشش موندن برای یک سطر یا خواهر نمیدونم برای خواهشی رحمان و اجرا کردن خودتون شرین کنین با خدا قسم اگر بخواین که بفهمین که کی خودش شرین کردگی در زندگی و ای رحمان و منفعت بوده نیستی خیلی بودن خماندانایی که بدن رحمان و آوردن ساختن برای جان دادن یعقوب سلیم خودش زشی کرد در بمب زد قریب میمرد نه که کجاشی تو زیر زندان مادرش دنیا گذشت جوابش نداد بعداً برو وردنش 16 سال زندانش کرد کسی که جان رحمانو خریده بود شما چیکار کردین شما ببرین تاجیکستان با پیش یک چوپلوسی که مثال محمد در نظر ندارم چوپلوسایی که مثال حاضر در بینتون هسته استفاده شون میبرین همه را باور که پیش یا لتینان یک نمیدونم یا دورجناستی پسترین ده قدر ندارن نمیتونن یک کاری خچونه بود کردن حتی اونم یک فاروق نورزاده که یا وقت برآمده بود اعلام کرده بود که بچه‌م کسل 2000 سوم کار لازم دارم 2000 سوم $200 نمیشود $200 این ای بای ما بدونم که تو با همین قدر چاپلوسی میتونه $10,000 ماهانه قپشتی میگیری خودتون به قدر نکنین انسان انصافش ناموسش با سوم باید نفروشه بیننده در بازار تمام چیز هست میره خرید میکنی او رو خریده نمیشه او رو با عمل انسانی میخری همین دنیا ده 60 70 سال 40 سال عمری که داری در همین سال کوشش که بعد رفتن تو میگه ای دوست چنان بیزیم پس از رفتن انگشتی گزیده با یاران موند دستش به گزه بگه که این انسانی خوب بود نگه که فلانش کنم که ما را غم داده بود فلان کرده بود درست خب سلامت باشین برادرات من دیگه میدان میبرم خارج میشم که کار دارم کنم باش تشکر زیاد برادر قربان علی بفرما آخر سخن فقط کوتاه‌تر خواهش میکنم بله درسته خب برادر ابوذر اولا برای برنامه‌ای که زیر دست گرفتی در این باره برگشتی تشکر میکنم و خواهش میکنم که همخیر برنامه تصدیق که ما در برنامه بعد را انشاءالله ترک کردگی نبودیم بخشش ما برنامه را ترک کردگی نبودیم فقط سوال وقت بود بله همین خیلی مقصد برنامه ها در بیاین اشتراک کنید در بار تیم انشاءالله دستگیری میکنیم اما برای ملت اولا برای مهاجران میگم مهاجر روسیه با وطن بر بگردین با زمین بابوگیتون با زمین ختون مهاجرایی که در دیگر کشورها در اروپا در امریکا قرار دارین بیاین در بر مبارزه بستین خب با مردم تاجیکستان گفتنیم که با مبارزان همکاری کنین و ما با شما وعده میتم که بعد چپه شدن رحمانوف تمام زندگی شما تغییر می‌یابد رای لیلنابودی که رحمانوف طول 15 ساله که پلاکیش کرده یک بایوی یک باندید یک دیکتاتور اومده دروازه زده رنگی که میگوی دیگه کشورهای دروازه زده یک تدتن 8 دروازه داره اما شب و روزی که رحمانوف از سر قدرت بروه و دروازه ها کنده میشوه ای برادرو ما به شما وعده میتم در تمام قشلاق‌ها در طول 5 سال ما وعده ایم خیلی چقدر میتم که در تمام قشلاق‌ها ما صادق ساز میکنم نه اینکه ما همین وقتی که در بری ما اومدن همین مبارزه میکنن ما باوری کامل دارم با کدام سوم میکنیم با سوم همون خودش همون اندازی که جماعت اندازه جمع میکنن او اندازه پایتخت روان نمیکنن او اندازه در همون دهات رسخود میکنن ما باوری کامل دارم که در طول 5 سال همین کارها میشوه نگاه کنه که در حکومتداری رحمانوف در یگان دهات نیست صادق نیست
боғчаи ҳамн кӯдакона нестай. Дар қишлоқ боғчаи кӯдаконаро бомба мефаҳманд. Барои ҳамақа зиндагӣ мушкил нестай. Бародаро, шаҳрвандои Тоҷикистон, асри 21 зиндагӣ бениҳоят осон шидагиай. Не ки дар шумо барои чӣ мушкилиш кардагиай, барое ки шумо ақибнишинӣ кестен, шумо ҳаққи худтонро талаб накестен. Дар Русия ҳамун шаҳрвандое ки меғалтанд, мемиранд, нигаҳ мекунӣ соли таваллудошона, ҳамун солошона нигаҳ мекунӣ, 25 сола, 26 сола, 30 сола, нигаҳ кунед ки аз рӯзе ки таваллуд шид ба азобу машаққат, на маориф, на садиқ, на мақсад донишгоҳи бепул омада дар Русия рафта кор фаъолият мекунад, ҳамҷо мемира мерава. Барои ҳамин қа гапа зиёд намекунем. бародаро, биен дар бари муборизо бестен ва муборизое ки дар роҳтон, дар ҳамин раҳи муборизатон содиқ бошен ва мақсад як бор баромадкардӣ ин маъноеро надорад ки муборизӣ. Содиқ бош, мақсад ба пул, ба амал, ба ҷисмат содиқ бош. хоб, аллоҳ нигаҳбонтон боша, бародар Абузар ва бародарои гуфти бародараш шуд ки бародарои Қанд. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хоб, ҳамватанони азиз, ман аз фурсат истифода бурда дар иҷа ба шумо як чанд қисм ваъдаҳое мекунам. бубинен, мову шумо зиёда аз 30 сол аст ки таҳаммул кардем ин режима ва умед ба фардои нек кардем. аммо мутаассифона ҳар рӯзи мо ё ин ки ҳар фардои мо бадтару бадтар шуд. инак ман барои шумо мегӯям ки ман мин ҳайси масъули бахши кадр ва кадрсозии ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 барои шумо ваъда мекунам ки биёен дар бари мо бошен, биёен бо мо даст бидиҳен то ин ки мо даст боло бошем ва ин режима аз байн бибарем. ва ман ваъда метам ки дар давоми на дертар аз 5 сол мо мардуми Тоҷикистона, мо шуморо аз муҳоҷирати меҳнатӣ бениёз месозем. ва ҳамчунин ваъда метам ки ҳамун рӯзе ки инами режим барҳам хӯрд, аз ҳамун рӯз барқ дар Тоҷикистон бидуни маҳдудият мешавад. ҳеҷ кадом лимите дига дар Тоҷикистон боқӣ намемонад. ман барои шумо ваъда метам ки агар шумо биёен даст ба мо битиҳен, мо даст боло бошем, ин режима аз байн бибарем, мо маорифа то дараҷаҳои максималӣ боло мебардорем. соҳаи маорифи Тоҷикистон фарзандои шумо дигар беҳтарини таълимҳоро мегиранд. ва мо барои шумо ваъда метиҳем ки мардум, шумо дар ҳам ин дунё ва ҳам дар охират сарбаланд мешин, обрӯ пайдо мекунед. ин хориву залолате ки имрӯз дар чеҳраҳои шумо дида мешавад, ин бечорагие ки шумо имрӯз дар назди русҳо ва дигар миллатҳо гирифтораш шидагӣ ҳастед, ё ҳама аз шумо дур мешаванд ва шумо як миллати хушбахттарин дар дунё мешин. аз кадом имкониятҳо? албатта аз ҳамун имкониятҳое ки сарзамини ғании мо дорад. Тоҷикистон як сарзамини бисёр ҳам ғанӣ аст. вале мутаассифона тамоми молу матоъи ин миллат аз ҷониби танҳо як оила фурӯхта мешаванд ва пули ӯ ҳам дар ҷайби ҳам оила меравад. тамоми конҳои тиллоро фурӯхтанд.
تمام ساختمان ها را فروختند، زمین های این ملت را فروختند. طوری که در پیشتر ذکر کردیم، نگاه کنین که انداز تا چی درجه در تاجیکستان بالا رفتگی است. انداز شرکت ها برابر به 18%. این در حالی است که آلمان انداز را 19% کردگی است به شرکت ها. و در آلمان یک نفری که امی پاچتالیان است، به زبان روسی بگیم، از شرمندگی ما است، ببخشین که ما نامی پاچتالیان با تاجیکی نمیدونم. خب ببخشین. خلاصه یک پاچتالیان بعد از تمامی اندازه‌هایی که میسپاره 1800 یورو در کارتش وارد میشود تازه. اما همین نفر به خاطر اون که یک نفری هست که کار میکنه، انداز میسپاره، چندین امکانیت ها داره. یکی از او امکانیت هاش کارت سغورته سلامتی که هر نوعی بیماری که در این انسان بشوه 1 دیرم نمیسپاره برای معالجه کردن. این انسان اگر بره مثلا مخصوص اداره های هست که در اون اداره ها مثلا میره ثبت نام میکنی، میگوی که همین معاشی که من میگیرم ارزنده نیست، نمیرسونه در زندگیم. 60% اجاره پولی خانه‌ش دولت پرداخت میکنه. اگر حساب بکنیم از همون اندازه که همین نفر میسپاره، اون پولی که دولتی را کمک میکنه بیشتر است. و غیر از این، در حالتی که به هر سببی که از کار رانده شید یا اینکه مثلا کارخانه‌اش بیکار شید، بعضا کارهایی است که موقتی است دیگه به انجام میرسن، اون نفر اربایت لاس گلد گفتنی پول میگیره. هر ماه 80% معاشی را که میگرفت از دولت میگیره تا زمانی کار پیدا کردن شه. شما میدونید که یک نفر در آلمان درست است که یک انداز خیلی هم بالا را میسپاره 19%، اما در برابر او امتیازهای داره که اگر حساب بکنی از این نلاگی که میسپاره از او زیادتر است. از همه یاد قیمتتر امنیت داره او نفر. در یک دولت زندگی داره که سراپا عدالت است. اگر شما به ما دست بتیین، ما دست بالا بشیم، ما برای شما وعده میتیم که زندگی تونه برابر با زندگی مردم میکنیم. ما در قصد آن هستیم که شما را از رژیم اینمی دیکتاتوری امام علی رحمانوف آزاد بسازیم و برای شما شرایط بتیم که بعد از آن که از حکومت رحمانوف آزاد میشین، هر یک کدام شما در حیات سیاسی کشور شرکت داشتگی باشید، اشتراک داشتگی باشید. ما از جمله او کسایی نیستیم که به شما به طریق زورآوری بگیم که به سیاست دولت کار نگیرین. برعکس ما از جمله اون کسانی هستیم که میخواهیم شما را برای شما یک دولت بسازیم که شما هر یک کدامت به سیاست دولت کار داشتگی باشین. هر یک کدام شما حقی در سیاست دولت مداخله کردن داشتگی باشین. ما واقعا داریم برنامه هایی که از عهده همین کار میبرویم. ای مردم شما به ما باور بکنین
بیاین در بر ما باشین، ما از عهده این کار میبرویم، ما این مسئولیت به تمامی مشکلاتش به دوش میگیریم. مگر ما از همو گروه نیستیم که از بین شما بیرون شدیم؟ برای من یک نفر اعضای حرکت سیاسی گروه 24 مثال بیار که در کدام حزب سیاسی شامل بود و به کدام سیاست کار داشت. نیست همچنین نفر در حرکت سیاسی گروه 24 نیست. ما از بین شما بیرون شدیم، ما در درد شما شریک هستیم، ما با شما همدرد هستیم. مردم 30 سال و زیاده از 30 سال به حکومت امام علی رحمانوف وقت دادین، شانس دادین. برای ما شانس بتین تا اینکه ما خدمت شما را بکنیم. برای ما امکانیت ببخشین مردم. در غیر این صورت شما با مشکلی های دچار میشین که حتی تصوری او را نمیکنین. در هر کشوری که ظلم، فساد، ناعدالتی، بیرحمی از جانب حکومتدارا بالای مردم صورت میگیره، در او کشور از بین اون ملت فرزندای این ملت فرزندای غمخوار پیدا میشوند که برای آزادی این ملت کمر میبندند و میدانها میبرویند، از بحر خود زن و فرزند، پدر و مادر و تمام عزیزهاشون میگذرند، غریب و مسافر میشوند، بعضی هاش زندانی میشوند. میخواهند که ملتشون آزاد بسازند. ولی متاسفانه در اکثریت دولت‌های دنیا، چی در گذشته و چی در حاضر زمان، ملت‌ها اون فرزندای خود نمیشناسند، به داد او نمیرسند، با او دست نمیتیند که او دست بالا بشوند و این سبب میشود که همون گلهایی که همون جوانهای مبارز مثل یک گلهای باغها هستند که زینت باغ در همون گلها است و زینت یک ملت در مبارزای اون ملت است. همون گلها خزان میشوند، همین مبارزا بعضی هاش زندانی میشوند، بعضی هاش از بس که شما نمیشناسینشون، درکشون نمیکنین، دل شکسته میشوند، دست میکشن از راهشون. در جای یا کار انجام نمیرسه. متاسفانه در جای ایها گروه های میآیند که گروه های تندرو هستند. دیگر مبارزه او برای آزادی ملت نیست، پروای به آبادی دولت و کشور ندارند. اونها در پیش خودشان تنها انتقامگیری را هدف میگذارند، قصدگیری را، و به قیمت هر چیز مبارزه میبرند، به قیمت جنگ، خرابی ها، خون کودک های شما مبارزه میبرند تا اینکه رژیم دیکتاتوری از بین ببرند. و متاسفانه خطر همین چیز در تاجیکستان ما و شما هست. اگر شما امروز فرزندای فرزانه این ملت نمیشناسین و نمیشنوین، متاسفانه فردا شما به دستی این رژیم و همچنین گروه هایی که من ذکر کردم
دیواری خاموشی و بناموسی و بغیرتی تانه به خون فرزنداتون رنگین میکنین. دیگر از این زیاد گپ نیست. یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیشی کور است. با امید بیداری شما، با امید رحمت پروردگار، با امید روشن فکری و شناسایی شما، با امید دست دادن به مبارزان از جانب شما و امید دست بالا شدن مبارزان و امید پیروزی شما را به خداوند یکتا و یگانه می سپارم. تا برنامه‌های آینده در امان خدا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.